همینجا منتظر باش، ما زود پس میایم. درست است؟ با من نگو منتظر باش، صبر کردن نمیتونم. فهمیدی؟ چرا زود عصبانی میشی؟ گفتم که زود پس میایم. امرای ما قسم گپ نزن هوا. گفتم که حادثه کردیم، تو چرا گپ نمیفهمی؟ میبینی که وضعیتم اصلا خوب نیست. هوا میمانی که برو میانی. چرا دروازه را تک تک کردی خواهر؟ اگه مادرم بشنوه بد میشه. اون بشنوه او حق نداره تو را چیز بگویه. بجای قرض شدن سر تو سر بچهش قرض شوه که از مشوقیش جدا نمیشه. داخل بیا. حالا توبراک چی گپ شده دختره؟ هیچ گپی نشده خاله صبریه. توبراک نازله دا تب میسازه او را شفاخانه میبریم. دخترم فقط که تو شوهر نداری بانک بیای ببریش. مادر برش زنگ زدم گفت که میمه ما تا حالا نامده. تو عقلت دست دادی، با کدام پول میخوای شفاخانه ببریش؟ اولاد داری خوی گپا را داره دخترم. کمی تر بندش که زود خوب میشه. با خدا صادق ما را زنده نخواد مان. توبراک یوسف خان تلفن است. کی است؟ گلسوم است. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. چی گپ از گلسوم؟ مژدگانی ما بده. بچه‌ت به دنیا میآید. تو همراه مادرمشان شفاخانه برو، ما میایم. تو به خانومی که برات پسر به دنیا میاره اینقدر به توجه هستی یوسف خان جوغلو، کسی را که همراهش حتی نکام نکردی. تو همراه مادرمشان برو، ما میایم. تا وقتی که آمده همراهیم نکا نکنی پای من از دروازه بیرون نمیمانم. گلسوم چی شد خواهر؟ چی شود دیگه؟ او احمق فقط طفلش میخواه. چی گفتی؟ اما او هنوز مرا درست نشناخته. اینقدر آسان نیست. فکر کردن 9 ماهی طفل مفت بدنم نگاه کردی؟ حق با تو است. چی شده خواهر؟ بیا 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 آهسته مواظب باش. اینجا بشین آهسته مواظب باش. اونجا کسی هست؟ درست است خواهر، درست است. سلام باش. راستی؟ درست است. درست است یوسف. من این مشکل حل میکنم. درست است بچه. براتون قهوه آوردم خانم حمیده. حالا وقت نوشیدن قهوه نیست سلطانه. گلسوم کجاست؟ خدا میفهم امروی او چه قسم معامله کنه. ما دیگه میرم هوا. تو نمیخوای امروی ما بیایی جونت؟ باید مادرم خانه خاله‌مشان ببرم. اما خاله چون خانه شما بودن. خب کلشان گرفته خانه خاله میبرم. جونت تو چیزی را از ما پت میکنی؟ این گپ دیگه از کجا شد؟ من چرا چیزی را از تو پت کنم؟ خواهر درست است برو. کاش که شفاخانه دولتی میرفتیم. با اون دیگه تا فردا نوبت ما نمیرسی. اما پیش ما هیچ پول نیست. پس چطور کنیم دیگه جانم؟ تو بیا بالاخره اعطا برش پیدا خواد کردیم. باید برش نفس مصنوعی بده. دکتر صاحب دکتر من چی شده؟ فکر کنم نفس تنگی داره. فعلا باید تبش پایین بیاریم. باید زودتر تداویش میکرده. آرام باش. نازلا جان. جگر خون نباش توبراک خوب میشه. شما باید بیرون بره. درست است. جانم. آدم پست بی غیرت. زن بی شرم و بی آبرو.
ما امرش انسانیت کردیم. دروازه خانه ما را به روش باز کردیم. بچه‌م از خاطر او خانه خود ترک کرد. عالی کارایش بیبی. یوسف خان آمدن. بسم الله. بچه‌م او گپ مرا قبول نکرد. خودت خو میشناسیش دیگه. تو بیرون برو. با امبولانس زنگ میزنم، باید شفاخانه بریم. مشکل من امبولانس نیست. میخوایم خانم تو باشم. اگه در پایین مامور نکان آمده باشه، از هیچ خدا خسته نساز. من قدمم پیش نمیرم. ای هرس تو را از بین خواد برد گلسوم. هیچ برای مهم نیست. من بسیار وقت پیش از بین رفته. آدم زندگی خدا قمار نمیزنه. ما میتونم پدر طفلت باشم، اما شوهرت هرگز. ایگه پتا به حال چند دفعه برات گفتیم. ده باره 6 ماه پیش باید فکر میکردی گلسوم. تا آن وقت مرا در خانت را دادی، باید فکرشم میکردی. یوسف خان جی آخلو. گلسوم منور. گلسوم تحمل کن. منور. چرا هیچ کسی چیز نمیگه خواهر؟ صبر داشته باش توپراک، صبر داشته باش. اونجا را بیبی خواهر. نازله کجاست؟ او در داخل است، اما هیچ کسی چیز نمیگه صادق. از تو نپرسیدیم. باز ما امرای تو در خانه گپ میزنم. خب بگو خیاشنا چی گپ شده؟ تبش قدر بالا بود که نفس تنگی پیدا کرده. دکتر گفت که ناوقت شفاخانه آوردیمش. یوسف خان، شما حال سر خواهرم قهر هستین، اما او بیچاره زندگی سیر شده. اگه نمیفهمه که شما دوستش دارین. بیشتر خواست بیادرم حساب میگرفتی امیر. آره چی گپ شد؟ خواهر در چی وضعیت است؟ باز تو در مورد چی گپ میزنی؟ نفهمیده شاید از دانم گپای خراب برآمده باشه منور خواهر. اما من یازنی خود بسیار دوست دارم. بیادر یک کم تیز برو، این خوب نیست. زنده باشی سلطانه. بیبی چی میگم؟ باز برشان زنگ بزن. هنوز چند دقیقه میشه برآمدن. طفل که تولد شما منور خبر میده. اوف نمیفهمم به خاطر که در بین قوم بیابرو شدیم جگر خون باشم یا به خاطر که نواسی ما با غرور بغل گرفته نمیتونم. بیبی که سر ما چی روزای آمد سلطانه. تصورشم نمیکردم که یک روز نواسی ما از مردم پنهان کنم. ایتیاد خوب میکنم اما به نظر من یوسف خانی گپ از کسی پنهان نخواد کرد. حتی در ولایت مردم خبر شدن. این تلفن‌ها خواهیچ بیکار نمی باشه. گوش کو چی میگم. بچه ما وظیفه خود انجام داد که او بچه را قبول کرد. اگر کسی پرسید برش هم تو بگو. البته که میگه پارم میگم خانم. به خاطر که او زن راحت باشه یوسف خان خانه خود رها کرد. انسانیت یوسف خان در وجود هیچ مردی نیست. درست است. سرم از درد میکفه. زود چه برم یک قهوه بیار. هلا خانم پرستار چی شد؟ خواهرزادیم بهتر شده؟ نازله چطور است؟ کم بهتر شده. دکتر چند دقیقه بعد میآید، براتون توضیحات میده. آرام باش. بیادر این خود چیزی نمیشنی؟ انشالله که نمیشه. کم مانده که دیونش هم خواهر.
بی هنوزم کدام خبری نیست. صبر داشته باش خواهر جان. فکرای خرابت از این جای نته. آرام باش. حالا دکتر خات آمد. گرفتم میتونمش؟ آی بیادر این هم چقدر شیرین است. کاملا طرف خودت رفته. گلسوم چطور است؟ متاسفانه خانمتان از بین رفت. زندگی سرتون باشه. زندگی سرتون باشه. دوستا زنده باشه. زندگی سرتون باشه. دوستا زنده باشن آقا محمد. دوستا زنده باشن. بفرمایید. امروز نکاح نکرد حالا دعایش میخوام. هرچی نباشه مادر طفلش گفته میشه. این موضوع یک ماه ماست به خدا. سلطانه به نظر دکتر بخواهیم این بچه از صبح تا حالا گریه میکنه. ایر آرام بسازم. هر کاری میتونستم انجام بدم یوسف خان. نمیفهم که بچه را چی شده. هر کاری کردم فایده نکرد. هر قسمه که میشه ایر آرام بسازم. توبه خدایا توبه.
چوب باش دیگه بچیم. هم خود خسته میسازی و هم ما را درد سر میندازی. نمیشه آرام. اینه بابا بدی؟ بگو سلطانه. نه آرام نمیشه نه. دیگه رایم باقی نمانده. سلطانه با این بچه باید زود یک دایه پیدا کنیم. درست است پیدا میکنیم اما طفل نوزاد کی داره؟ من از کجا بفهمم جانی؟ با پول پیدا کو دیگه. در این محله بزرگ حتما یک دایه پیدا خود شد. نازلی من دخترم توپراک تو خوب هستی؟ میفهمم که جگرخون هستی اما تقدیر از دیگه از دیشب طالب بسیار جگرخون هستم. اگه دیشب وقت زنگ زدی کار و بار خود علاقه می آمدم نازلال زنده می بود، اما اگه می آمدم بازم کدام چیز تغییر نمی کرد. کسی نمیتونه مانع تقدیر شود. اما تو نیست. صادق تو کجاستی؟ با خاطرش قدر جگرخونی نکو. این قسم قهر خدا سر ما خواهد شد. کار خداست دیگه، چی بگوییم؟ هوا خواهر یک دفعه اینجا بیام. مسعود پس میایم، درست است؟ خیریت باشه کاکا احمد. نمیفهمم هوا خواهر. رئیس ما بر زنگ زد اما موبایلت خاموش بود. باز مرا پشت روان کرد. توبه چرا برش مشکل ما رو نگفتین؟ من خواهرم ایلا کده کجا برم؟ برش تمام چیزا گفتم اما تو خورم میشناسی. تصمیمش هیچ وقت تغییر نمیده. درست است میایم کاکا احمد. درست است. یوسف بچیم من تو را میپولیدم. وکیل صاحبم تو را کار داشت اما پیدایت نکرد. درست است برش زنگ میزنم. چقدر عجیب است نی؟ زندگی است دیگه. امروز هستی فردا نیستی. همین دیروز ده اینجا امرش گفتگو کردم. هیچ باورم نمیشه. خداوند گناهش ببخشه. آمین.
گلسوم تو را بسیار رنگ دادم تو نیست بچه؟ بچه صبور من، اما تو هر کار که از دستت می آمد انجام دادی. چی بگویم دیگه؟ خدا من بچهش صالح کلان کنه. او قربانی حرصش شد. اگه از اول گپ ما را قبول میکرد تو نمیشد. کل چیز به خوبی حل میشد. اما خودش نخواست مادر. حالا بازم باید با عذاب وجدان زندگی کنم. اوش کنی بچیم. هیچ وقت خدا مقصر فکر نکنی. تو هرچی که از دستت می آمد انجام دادی. یوسف بچیم. بگوین مادر. شاید وقتش نباشه اما باید برات یک گپ بگویم. این طفل چی خواد شد؟ هنوزم میخوایی بگویی که از تو نیست؟ هنوزم میخوایی آزمایش انجام بدی؟ بچه مقبول من، اگر یک دفعه او را در بغل بگیری چی میشه؟ این بچه کاملا شبیه توست، مثل خوردی خودت است. اگر یک دفعه بغل بگیریشو بویش کنی میفهمی که از خودت است. مادر حال ای گپا را بانین. یک چند روز تیر شوه، حال عزادار هستیم. فعلا کافی است که شما مراقبش باشین. یوسف، من شما را میپالیدم. سلطانه، چی شد؟ آرام است یا هنوزم گریه میکنه؟ خانم، معلوم است که شکمش سیر نشه چوب نخواد شد. کار او دایه چطور شد؟ من چند دقیقه پیشتر همراه سیبیل گپ زدم، گفت که زود میایم. خدا را شکر، خدا را شکر. زودتر بیایه و شکمی بچه را سیر کنه. اما گفت که طفل خودشم همراهش میره. گفت او رو پیش کسی مانده نمیتونه. خب دیگه یک طفل ششماره پیش کی بونه؟ درسته سلطانه، اما اینجا به اندازه کافی بیروبار است. یک چند روز بعد نورجان و دخترش هم اینجا میایه. باز اینجا با یک کودکستان تبدیل خواهد شد. نه جانم نه، من این گدودی را تحمل کرده نمیتونم. تو یک نفر دیگر را پیدا کرده نمیتونی؟ دیگه این زن شیرده در این منطقه نیست. حالا یادم آمد، خواهرزاده‌ام دختر شریفه خواهرم، او هم یک طفل داشت. امروز طفلش به خاک سپردن. خواستم که به جنازش برم اما این وضعیت خانه را که دیدم باز از رفتن منصرف شدم. زندگی سرت باشه. دوستا زنده باشن. سلطانه، به این بار امرش گپ میزنی؟ زخم او تازه از خواهر، نمیفهم که خاتمت یا نه. یک دفعه امره شریفه گپ بزن. کل چیزا برش بگو. بگو بچه کم است از گشنگی بموره. بگو که این طفلک به دایه نیاز داره ها. درست است. من برش میگم ببینم که میایه یا نه. خدا کنه که قبول کنه. انشالله. هوا، تو اینجا چی میکنی؟ شما مراسم فاتحه ندارین؟ پدرت مرا اینجا خواسته، خبر نداری؟ نه، اما چرا؟ نمیفهمم. حالا خود فهمیدم. درست است جانه، من حلش میکنم. همراهش گپ میزنم. او گپ مرا رد نمیکنه، مطمئن باش. خودگه میبوسمت. درست است. حال کار دارم. تو برو، باید تنهایی گپ بزنه. نزدیک بیا هوا. بشی. جونت همراهت گپ زد، هموتونست؟ گپ زدیم. یعنی گپ های مرا برات رساند؟ بله رساند. گفت که میخواین ما هرچی زودتر با هم عروسی کنیم. جونت گفت امروز فردا به خواستگاری خات آمدین. اما شاید خبر باشین خواهرزادیم نو فوت کرده. زندگی سرت باشه. زنده باشین. لازم باید مسئله خواستگاری را بر چند وقت به تعویق بندازیم. یعنی بعد از این غم دفعتاً خواستگاری و عروسی امکان نداره. دخترم فکر کنم تو خواب میبینی. این گپا چیست که تو میگی؟
تو فکر میکنی عروسی خانه ما خاط شدی؟ ما با او به عقل گفتم که پشت تو رو اعلا کنه دیگه هیچ وقت همراهت نبینم. اما تو خوی بچه رو اعلا کردنی نیستی. بعد از این خوب نیست که تو ده اینجا کار کنی دختر جان. یک دقیقه، شما میفهمین که ما و جونت با هم دیگه میبینیم؟ بله میفهمم و برایم هیچ مهمم نیست. ما پشت جونت نگرفتیم آقا. خودش ازم خواست که با ما عروسی کنه. وقتی قبول نکردم پشت دروازه ما را اعلان نکرد. زیاد گپ نزن. برو که حسابت خلاص کنن. تو دیگه اخراج هستی. بعد از این دیگه ده اینجا کار کردن نمیتونی. برو. ما یک لیرام از تو نمیخوایم. با بچهت بگو به یگان کسی دیگه خیرات بده. هوا چی شد؟ پدرم چی گفت؟ خوش کنی دیگه نام مرا به زبانت نیاری. هوا 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 صبر کو گفتم. هوا از پشتم نیا اگه نه پشیمان خود شدی. نوش جانتان خانما. دخترم او طرفان ببر. نوش جان همگیتان. نوش جانتان خانما. چطور شد مادر؟ طفلک آرام شد یا گریه میکنه؟ نه دخترم آرام نشد. همه قسم که نارام بود هنوزم همه قسم است. نمیخوابم تو نیست؟ قبول نکرد. مام نمیفهمم. او لو داره بیبی. چطور دل جمع چکر میزنه؟ فقط خوردن و خوابیدن یاد داره. آمی دیروز سر قبر مرحوم قریه‌دار رفته بودم. یک هفته میشه که این دنیا را ترک کرده. چی یک دنیای عجیبی است به خدا. این خاک سیر نمیشه. هر روز میخواد یک نفر در آغوش خود بگیره. آره انتخابات چه وقت برگزار میشه؟ بالاخره یک نفر انتخاب خواد کردیم. به زودی برگزار میشه. انشالله بخیر برگزار شوه. یوسف برادر گلسوم کجاست؟ او چرا در مراسم شرکت نکده؟ حتما کدام مشکل داره. باز خواد فهمیدیم پدر. دست خالی در میدان ماندیم. دختر ما وفات کرده. تو چی گفته میری امیر؟ ابروی مرده نمیتونیم. باید یک فکر کنیم. درست است که حال به ما احترام دارن اما به زودی به ما دولی را ارزش نمیتن مادر جان. چطور ارزش نمیتن امیر؟ تو هر قسم که میخوای فکر کو. دختر ما قدر بی ارزش نبود. مادر ما یک نفره که ببینم زود میشناسمش. او یوسف رکی ما میشناسم. با ما با تو و با خواهر مرزش قائل نیست. اصلا بگوین ما کی هستیم؟ چی کدام میتونیم؟ طفل ازشان میخوایم. برشان میگم نواسی ما بتین. او طفل از ما میشه. تو میخوایی که چی بگوی مادر؟ بیبی سر ما هیچ حساب نکن. به این سن او هم به خاطر طفل خواهرم رفته پیش یک بیگانه کار نمیکنم گفته باشم. بدونی که بفهمی هر چیز که دلت میشه میگی. تو فکر میکنی که نواسی خانواده خانجی را گرفته میتونیم؟ ما طفل بانه کده فقط اونا را میترسانیم. باز اونام به خاطر که او طفل از دست نتن آماده میشن که به ما پول بتن. تو لیاقت صدر عظیمی را داری مادر. هوا سلامت چرا قار میشی دختر؟ خیر از پدرم پیر شده. من به خاطر تکلیف قلبی چیز گفته برش نمیتونم. جونید برو یک طفل فریب بده. فکرش در جایش از واضح گفت که مرا به عنوان عروس قبول نداره. تو گپ نه. سر ما عصبانی شده بود از این خاطر قسم گفته. طرف مسئله کو این کارای چی منی میته؟
گپای دیگر را بند. تو به من هیچ اعتماد نداری هوا. از برای خدا چوب باش. بیزا اعصابم خراب است. حال ناخترم خفه میسازم. تو کوشش کردی که یک کار ناممکن ممکن بسازیش، اما ناکام شدی. حالا برو پشت راید. هوا مرا عصبانی نساز. با این گپای اعصاب من خراب میسازی. بس کو دیگه. بچه‌ای که گپا را به من بگویی برو به پدرت بگو. زبانت فقط سر من دراز است. مرا عصبانی میسازی هوا. بسیار ازت ترسیدم. دو دانه انگشتر را مان دختر. من تمام دنیا را برات میگیرم. هوا هوا بیادر زندگی سرت باشه. دو سال زنده باشن. ده اینجا نی جونت. درست از گاب نمیزنم. اگه میخوای مرا وسیلی بزنم ما قسم روی از ما دور نده هوا. از اینجا برو. از اینجا برو اگه نه برات بسیار بدخواد شد. پس تو ها وقت به دردت نخورم باز اهمیتم نمیتی. درست است. تو را خوب شناختم. خوب شد. چی شد؟ از کار اخراج شدم. چی؟ شنیدی دیگه پدر؟ آدم عروس آینده خود از کار اخراج میکنه؟ تمام او گپا دروغ بودنه؟ توبراک منتظرم از پدر. هر قدر که خاموش میباشی خاموش باش. بیا از او چهرت کل چیزا میگه. میفهمیدم که یک روز همین قسم میشه. بیبی از همون روزی که او بچه برات میگفت که به خواستگاری میام کل چیز کاملا معلوم بود. جونیت اصلا تو را نمیخواه. مقصد او دیگه چیز است. پدر میشه بدن گپ بزنیم؟ مادر شما اینجا چی میکنین؟ توبراک تنها مانده خانه آمدین؟ خاله زنگ زده بود پیش او رفتم. گفتین خالی؟ خوب شد که حداقل یک دفعه زنگ زد. در جنازه خونه آمد. اونام جنازه داشتن هوا. تمام کار بار اعلا کرده چطور می آمد؟ راست میگین. برای اونا فقط کار و بارش مهم است. حالا که زنگ زده و تسلیت داده حتما منت زیادی میمانه. به این خاطر زنگ نزده بود. یک تسلیت دادن برای زیاد معلوم شده. هوا چی؟ گفت که همراه توبراک یک دفعه گپ بزن. اما به نظر من این هیچ مناسب نیست. چی مناسب نیست؟ پرسید که توبراک قبول میکنه با او خانه رفته و دایه او طفل شوه یا نه. های دخترک شخمه میخوایی در بغل مادرت بخوابی ها؟ بیا جانم ها بیا. جان مادر. توبراک کجاست؟ در اتاق خود استراحت کرده. توبراک 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 خواهر جان خواهر جان چی کردی؟ چرا این کارو کردی؟ خواهر جان خواهر جان نفس بکش خواهر جان نفس بکش لطفا نفس بکش خواهر جان نفس بکش
خوشت آمد جانم. تو نواسی خان هستی قندم. تو نواسی خان هستی بی 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 بی. چطور سهل میکنه؟ تو قندول هستی جانم. سلطانه از شریفه کدام خبر شد؟ تا به حال خود زنگ نزده. سلطانه گوش کو که برات چی میگم. وقتی گفتیم که دایی باشه فکر نکرده باشن که ما از او میخوایم مفتی کار کنه. برو همراه شریفه گپ بزن. اگه دخترش به نواسیم شیر بته باز برش پول خواد دادیم، حتی اضافه تر از حقش. خانم احمد به من اجازه بده که تا خانهشان یک دفعه برم، هم برشان تسلیت بدم، هم دخترشان گرفته اینجا بیارم. درست است میتونی بری، هر کار میخوایی بکو، اما این مشکل حل کن. پس قندوله بگیریم. ها؟ اگه دگواره بندازیش باز گریه میکنه بگیریش. ما زود میرم و پس میم. پرندگک ما، پرندگک کوچک ما، یوسف خورترک ما، بچه چشم سیای ما، مادر کلانت قربانت شو و نواسی مقبولم. چند دقیقه بعد شیر برات میرسه. شکم نواسی ما سیر میسازه. اما تو نیست بچیم، اما تو نیست یک دانیم. سلطانه رفته برای نواسیم دایم میاره. وقت شکمش سیر شود دیگه گریه نمیکنه، تشویش نکن. خواهر جان تو چی میخواستی کنی؟ چی میخواستی کنی؟ چرا نجاتم دادی؟ منم میخوایم زندگی کنم. من میتونستم تو را نجات ندم. من تحمل کردم، میتونستم. یعنی چی که هنوز گپ نزدی خواهر؟ زخم او دختر بسیار تازه است سلطانه. خانم نامده. میگی در پیش خوشوش همراهش در این مورد گپ میزدم؟ راستش باید پیش اونایی گپ هم میگفتی. وضعیت صادق خوب معلوم است. اگه توپراک بله بگویه با زندگیش نجات خواهد یافت. خدمت کردن در خانه یوسف خان بزرگترین نعمت از خواهر. در ضمن خانم همت گفت مقابلی کارش برش پول بده. بان دیگه بلایم در پس پولاش. باز دخترم این گپ قبول خواد کرد. اتو با گفتن ما و تو چیزی جور نمیشه. لاودا گپ نزن خانم. تو گپ نزن رمزی. چرا؟ اگه تو مادرش هستی ما هم پدرش هستم. فکر کردن درباره او فرضم است. خیاش نه. ما او را به زودترین فرصت پیشت روان میکنم اما ماما نداره یازنا جان. گپای ما را شنیدین؟ اگه دختر راضی میسازن خوب. اگه نه اونا ناز کسی را نمیوردارن. یک کسی دیگه را پیدا میکنن بس خلاص. با کسی دیگه چی ضرورت هست؟ تو با خانمش بگو پیش از اینکه شام شوه ما دختر روان میکنم. خودتون میفهمین دیگه. حالا که قسمک فرصت پیدا شده او را از دست نتین. دیگه به ما غرض نیست. همراش گپ بزنین و به ما خبر بدین. اگه قبول نکرد کس دیگه را پیدا میکنیم. بسیار کس هستن که آرزوی داخل شدن به او خانه را دارن. وقتی توبراک آمد بان مگب بزنم. تو وضعیت او دختره نمیبینی آقا رمزی؟ در این وضعیت چطور او دختره اونجا روان کنم؟ اگه وضعیتش خوبا میبود قبول نمیکرد. زخماش در این ناداری چه قسم مداوا کنم خانم؟ دخترم جانم حال بهتر هستی؟ حال شریفه با دختر مقبولم یک چای آماده کن. شیرین زبانی نکو پدر.
نمیخوای بره. اما چرا دخترم؟ ما و مادرت با اونا گپ زدیم، تصمیم گرفتیم و همی که تو خالت بسیار دوست داری یک چند روز اونجا برو استراحت کو بد میشه. اوه هم ثوابم خورما. میفهمی که او بسیار ارزش داره، با خاطره که بهتر تغذیه شوی از هیچ نوع خوراکی در حق تو دریغ نمیکنن دخترم. و باز تو هم در دنیای کوچک یک چند روز پادشاهی خود کردی. من این کار کده نمیتونم پدر. طفل کسته گیره و خوشم گرفته نمیتونم. شیر نازلره فروخته نمیتونم. اما تو خود اطفال دوست داری؟ آقا رمزی لطفاً دختر راحت بان. شنید و گفت که نمیخواه بره. ما خو از دستش گرفته بزرگ خو نمیتونیم روانش کنیم. تو مداخله نکو شریفه. این مسئله بین پدر و دختر است. با خاطر که زخمش تازه است دختر قندم ثواب فراموش کرد. برای تو ثواب مهم نیست پدر. تو فقط به فکر پر کردن جیبت هستی. همین. چشم سفیدی دخترت هم میبینی بسیار بیادب شده. با خدا دقیق سید نمیشم میکشم دختر. هر کسی دختر مرا به زور به او خانه روان کنم مرا در مقابل خود میبینه. اگه توپراک نخوایم ما مجبورش نمیسازیم. بیا دخترم بیا. بچیم؟ بله مادر. تو جای میری؟ بله. وقتش نیست اما یک چیز ازت بپرسم. بفرمایید مادر. هنوزم میخوایی که از خانه دور باشی؟ شام خانه میایم. روز چطور؟ برای همیشه میایم، تشویش نکنید. بچه ما، بچه شیر ما، بچه چشم سیاه ما. حالا دیگه، حالا برو بخیر بری و بخیر بیایی. برو زنده باشین مادر جان. خدا حافظ. برو خداوند پشت پناهید. وقتش که میای کلتان میگن ما مادر خدا به اندازه جان ما دوست داریم. حالا ببین تو بیکار هستی. ما اگه شب و روزم کار کنم بازم دوای مادرتون خریده نمیتونم. حالا فهمیدم چقدر مادرتون دوست دارین. پدر آرام باش. ما هنوز به توپراک نگفتیم که از کار اخراج شدیم. ناق پات میکنی. فردا پس فردا سوال میکنه که خواهر چرا در خانه هستی؟ چرا در وظیفه خود نمیری؟ باز وقتی برش میگی؟ در مورد باز فکر خود کردیم. درست از جانه. منتظر باشین که شیروم خوش و این فرصت از دست بدیم. او وقت باز چطور خود کردیم خانم هوا؟ اگه مادر دواش سر وقت نخوره مریضیش پیشرفت میکنه. باز توپراک از ما پرسان نخواد کرد که چرا زودتری گپا به من نگفتین که ما به او خانه میرفتم؟ اینقدر ساده نیست پدر. خودت خودیدی وقتی امروز گپ زدم گفتم اگه ای کار کنی بازو طفل به تو آرامش میده. کوشش کردم بفهمانمش اما قبول نکرد. دیگه من چطور کنم؟ ما دیگه چاره نداریم دخترم. همراهش گپ میزنیم و اخراج شدن تو را مریضی مادرت و ایره که باید به او خانه بره واضح برش میگم دخترم. درست است پدر. من منظورت فهمیدم. توپراک قانع میسازم اما تو مداخله نکن. ما چرا مداخله کنم دخترم؟
مادرم گفت که به هواخوری برآمدی. حد زدم که اینجا آمده باشی. جانم، مرگ نازله کل ما را جگرخون ساخته. من نمیفهمم چی بگویم که قلب تو را آرام بسازم. مثل یک خواهر برات خواهری کردن نمیتونم. ای قسم نکو. اگه تو مادرم نمی بودین باز نمیفهم ای درد چطور تحمل میکردم. توبراک، تو خوب هستی خواهر جان؟ ها؟ بیا که اونجا بشینیم. بشی خواهر جان، بشی. خواهر جان، درست همون روزی که تو طفلت از دست دادی، یک طفل مادرش از دست داد. میفهمی اتفاق یک اشاره بزرگ است. ای به این معناست که هر دویتان تسلی پیدا خواهد کردین. و ببین او از تو کده بسیار بیچاره تر است. هم بی مادر است و هم گشنه است. توبراک، اگه اسمم میشنوی کار قبول کن. به خاطر او طفله، به خاطر خودت کار قبول کن. چطور قسم گفتم میتونی خواهر؟ من چطور طفله به جای نازله قبول کنم؟ از وضعیت مادرم خبر داری؟ دوایش بسیار قیمت است. اگه به خاطر صحت مادر ما نمی بود باز هیچ وقت اتو نمی گفتم. از پدرم هم خود هیچ خیری نیست. برام خواست کار اخراج کردن. جنید دروغ گفته بود. پدرش نه مره دکار میخواه و نه بینوان عروس. چرا گپ زودتر برام نگفتی؟ اخراج شدن من در مقابلی همه اتفاق ناچیز است. توبراک، لطفاً فکر کن. این تنها راهی است که میتونی مادر ما را نجات بدیم. بافرما خانم جان، دوایتا بخو. آها، خیرت باشه. آفتاب از کدام طرف برآمده؟ ای دیگه چه قسم گپ است؟ فقط که اولین دفعه از ما برات چیزی میارم. نه جانم، در سابق همه قسم کارا را انجام دادی. هر وقت کدام خواهشی داشته باشی باز قسم کارا را میکنی. اگه توی قسم با ما گپ بزنی باز ما پیشکی برام، تو خوی مرا میفهمی. همیشه گپ آخره ده اول گفته ختمش میکنه. به همین خاطر مرا عصبی فکر میکنن. شاید که گپ اثبات کردن نتانم، اما باور کن نمیخوایم تو یا دخترایم جگرخون باشین، اما شما خانما زندگی را با قلبتان میبینین و ما مردا زندگی را با مغز ما میبینیم. چیزی که ده دگسته کاسه میبره. بگو برم تو ده مورد زندگی چی میفهمی ها؟ میفهمی چیز؟ مرگ به معنی یک زندگی نو است خانم. خودت شاهد بودی. ما درد مرگ بلوتا با به دنیا آمدن توبراک از یاد بردم. همونطور نیست؟ توبراک هم وقتی او طفله داغوش بگیره باز او وقت یک زندگی جدید شروع خواد کرد. باز خواد دیدی. مطمئن باش که نه شوهرش را تسلی دادن میتونه و نه تو و نه ما. تو اگه در مورد دخترت فکر میکنی باز به جای مخالفت کوشش که کورا تشویق کنی قبول کنه. من همیشه مخالف ای گپ خواد بودم آقا رمزی. من با زندگی دو خانه آشنایی کامل دارم. جوانیایم دو خانه سپری شد. هر سنگ و چوبش هم میشناسم. آدمای او خانه را میشناسم. او خانه به دختر من زندگی نو دادن نمیتونه. اگه هوامی بود باز اعتراضی نمیکردم. اما توبراک تواناییش نداره. توبراک مرا در او خانه پایمال میکنن. از زندگی سیرش میسازن. اگه او هیچ چیزام نگویه باز او را آرام نمیمانن. به خاطری که اونا بگانه ها را به چشم غلام میبینن. اما دایه بودن کار قلب است. به زور نمیشه. اگه هوامی بود نه خدا به زحمت میساخت نه میمان که کس سرش گپ بزنه. او میفهمه که از خود چطور محافظت کنه.
او 2 تا دختر هر دویشان در یک خانه بزرگ شدن. هر دویشان هم خون هستن، اما توپراک مثل یک گل نازک است، اما هوا مثل یک درخت زخیم و خشن سرسخت است. زنده باشه. میبخشین، امیر و مادرش آمدن. میخواین امرای شما گپ بزنن. اگه وقت ندارن بگوین برن. مشکلی نیست، بگو بیاین. درست است. خدا میفهمه که چند تا خانه دارن. میبینی که چقدر خانهشون کلان است. میگن که در شهرنوام یک خانه دارن. هرچی نباشه خانزاده هستن دیگه. خداوند یک دفعه طرف ما غریبان ببینه و زندگی ما را جور کنه. حالا دیگه باید درباره پول گپ بزنیم. امیر، نظر چیز که از 100,000 شروع کنیم چطور؟ تو خودت بهتر میفهمی مادر. بفرمایین. خوش آمدین. چطور به ما خوش آمدی میگی بچه؟ درد و غم ما زیاد است. دختر مثل گل ما به خاک سپردیم. چطور میتونیم که خوش باشیم؟ بازم زندگی سرتان باشه. شما چرا اینجا آمدین؟ از ما چی میخواین؟ معلوم دار است دهاتش خشک و تر یک جای میسوزه. عزیز ما از پیش ما رفت. تو دیگه حال پدر شدی. به مرور زمان ما را درک میکنی. اولاد انسان مثل توته جیگرش میباشه. خدا به تو درد اولاد نشان نده. درست است خاله جان، درست است. اینقدر گپا طولانی نسازین. با جای گپا برش دعا کنین. اصل موضوع را بگوین. چرا دایی وقت اینجا آمدین؟ وقت دخترم از این دنیا میرفت به توی خزانه به جای ماند. بچه به معنی ادامه نسل است. میفهمی که هر زن بچه به دنیا آورده نمیتونه. حالا مکافات دخترم چطور میشه بچیم؟ مکافات دخترت به تو بتم. ما خوب بیگانه نیستیم یوسف خان، خوش هستیم. باید از ما حمایت کنی یا نه؟ اگه نه باز چی خواد شد؟ نواسیم گرفته از اینجا میریم. نواسیش گرفته خواد رفت. خدا برات نیک و مبارک کنش. فردا صبح بیاین همراهتان ببرینش. چطور یعنی؟ تو میخوایی طفلت برای ما بدی یا نه؟ فردا صبح منتظرتان هستم. هنوز بیدار نشده؟ اوف پدر. پرسیدم بیدار شده یا نه؟ نه خیلی نشده. مادرمان پیشش است. دخترم، قند مادر، خواب بد دیدی تمام شد. توپراک چی شده؟ خوب هستی؟ او طفل بسیار گریه میکرد. دخترم، در فکر یک چیزی که باشی باز خوابشان میبینی. تو هیچ تشویش نکن جانم. نازله در جایی که رفته بسیار راحت است. مادر من خود نازله را در خواب ندیدم. او طفل یک بچه بود. طفل که در خانه خاله سلطانیشان است. بچه است نی؟ او طفل در خواب دیدی نه؟ قبول کردم و تو نیست.
خواهر بیبی بندازی از اونا پول بگیرین که تداوی مادرم شوه. اگه خبر شام که زیادتر گرفتین یک لازم ده اونجا نمیمانم. درست است. من بهشون گپ میزنم. تو مطمئن هستی؟ واقعا میخوای اونجا بری؟ تو هم همراهیم بیا خواهر. من خب تنهایی کار پیش برده نمیتونم. حداقل یک چند روز اول خب من تنها نمان لطفا. درست است. تا وقتی که عادت کنی همراهت میباشم. خواهر جانم. جانم. خوش آمدی بچیم. خوش باشین مادر. بیا اینجا بیشی میخوایم امرت گپ بزنم. خیرت باشه. بچیم امروز گلسوم اینجا آمده بود. یگان گپای همقانه گفت و رفت. گفت که میخواین امروی تو گپ بزنن که نواسیش از ما بگیره. چی گپ است؟ میفهمم ما با هم گپ زدیم. خب نواسیش برشان میتم دیگه. چی؟ ای کارا نکنی بچیم. درست است که مادر او طفل دوست نداشتی، اما خودت خو میبینی. یوسف جان ای طفل کاملا مثل خورترکی های تو است. پیش از تولدش قبولش نداشتم، اما حالا خب با او طفلک انس گرفتیم. ببر بچیم ببر اونجا بارش. درست است. یوسف اگر تو به این کار راضی شوی من راضی نمیشم، فهمیدی؟ قلب من خواد شکستاندی گفته باشم. مادر در کارهای ما مداخله نکنید. ما پایین میرم یوسف. درست است مراد. گپای ما شنیدین. چی گپ است خانم؟ چرا لبرویت کشال است؟ یوسف باز زد کده. او میخواه نواسی ما را به اونا بته. امروش گپ بزن. اگه تصمیم خدا گرفته باشه باز کسی مانع شده نمیتونه. فقط که او را نمیشناسی. یولماس خان ای کار به خاطر میکنه که گلسوم دوست نداشت، اما خود دیدی بعدن بسیار پشیمان خود شد. ای جای نشانی بخیم روش گپ بزن، شاید گپ تا قبول کنه. نمیشه. به بچه ما اعتماد داشته باش. تا به حال دیدی که کدام تصمیم غلط گرفته باشه حتما کدام دلیل داره. بچه و پدر هر دویش یک قسم هستن. صدها بار اینجا آمدیم و رفتیم، اما خالیم یک دفعه مال داخل نمانده. همیشه در این فکر بودم که پشتی دیوارای بزرگ و بلند چی وجود داره. طفلیت بود دیگه. چقدر بیعقل بودم. حالا هم به خاطر آمدن به اینجا سر ما فشار میارن. زندگی است دیگه. یک دفعه در بلندترین نقطه استی و یک دفعه هم در پایین ترین نقطه. به خدا فهمیدم شما هستین دخترا. حالا داخل بیاین، سلطانه خانم منتظر شماست. حالا ایره به من بدین جانم. میترسیدم اگر شما نیایین و طفل چطور خواهد شد. طفلک بسیار گریه میکنه، گشنه از شیر خشک نمیخوره. خداوند شما را سر راه او قرار داده. حالا بریم. دخترا هر دوتون یک جای آمدین؟ خوش باشی خاله. خوش آمدین. مادرمشان سلام گفتن. تا وقت توپراک به اینجا عادت کنم ما هم امرش میباشم. توپراک هم امیرم میخواه. میفهمین که زخمش تازه است. دخترم ما به خاطری گپا برات گفتم که خانم حمیده برای چیز نگویه. همو درده که شما دارین ای بیچارم دارن. فکر هیچ کس از سرش نیست. به هر صورت دیر میشیم از این گپا. بیا دخترم، طفلک از گشنگی کم است که بمره. دختر
شیرش خشک نشده؟ نه خاله، هنوز خشک نشده. شیرش زیاد است. شما تشویش نکنین. خوب است، خدا را شکر. بچی مقبول من. خواب خواد شد. خواب خواد شد. خواب خواد شد. بیا دخترم بیا. خوش آمدین. کدامتان شیر میتین؟ زندگی سرتان باشه دخترم. بیا دخترم، داخل بیا. ایره خوب شیر بده. اگه گریه را شروع کنه زمین و زمان یکی میکنه. حالا دخترم بیا دیگه. یک دفعه ایره خوب شیر بده، باز شکم خودتان سیر بساز. حلوا برات خواستیم. باز بخو که شیرت زیاد شوه. حالا دستا پیش بیار. نواسیم پیش تمانت است. او هم حق داره که غمایش فراموش کنه. درست مثل ما. دلم برش می سوزه. به هر صورت خود اگه سلطانه وقتی که طفل خوب شیر داد باز برش یگان غذا آماده کو. نمان که گوش نباشه. نباید شیرش کم شوه. فهمیده که چی گفتم؟ شما اش تشویش نکنین خانم. تو که باشی ما چرا تشویش کنم؟ حال به می دایه قناعت میکنیم. اما به این طفل یک مادر ضرورت است. هم به این طفل مادر خود شده و هم به بچی من یک خانم. خودم به بچیم یک عروسی مقبول پیدا میکنم و او شرمندگی گلسوم از یاد کلگی خواد بردم سلطانه. خاله یک دفعه اینجا بین. آمدم. چی شده؟ نتونست طفل بغل بگیره. ای بسیار خورد است توپراک. بسیار خورد است. از طفل توام کده خورد است. هنوز 3 روزه نشده. باز کو دستات دختره. باز کو آغوشته. دا آغوش خود برش به نوبت دختره.
خدا را شکر. خدا کنه که منصرف نشه. انشالله خاله. دلم به او طفل میسوزه. تو از پیشش دور نشو دختر. اگه بچه ضرورت داشت خبر بده. درست است. دختر. ها. شنیدیم که بنیامین چاختار و بچه خود خواستگاری میکنه. ای راست است؟ به خاطر جنازه به تعویق انداخته شد؟ نه خاله، او موضوع که خلاص شد. چرا دختر؟ فرصت خوبی است. پول داره، شان و شوکت هم داره. خاله گفتم اون موضوع خلاص شد. چرا نمیفهمین؟ به هر صورت هرچی که خیرت باشه. خوب درشه پیدا میکنی انشالله. توبراک نمیایه؟ یک دفعه زنگام نزد که بگویه خوب است یا نه. درست است که به خاطر دختر جگرخون است. به ما اندازه ما هم جگرخون هستیم. خدا میشه که ما و دامادم تنابانی میخوایم امراج گپ بزنم. شما رو توبراک اینجا روان کرده پدر؟ او دیگه اینجا نمیه؟ نه خیر بچه، میتونم امکان داره. ما برش اجازه نمیتونم. اما باید یک گپه برات بگویم. وضعیت خانمت هیچ خوب نیست. من هیچ وقت رو قسم ندیده بودم. در دولت بسیار سخت است. ما درک میکنم. ما هم تجربه کردیم. اما با خانمات تحملش بسیار مشکل است. خدا نگاه کنه. واقعا مشکل است. ما وضعیت خانمت از تو پنهان نمیکنم. توبراک کمانده که دیوانه شوه. میفهمم. امروز کوشش کردم که امروز گپ بزنم. گفتم که تقدیر است دیگه. اما گپ من نشنید. این روزام تیر خواهد شد. کافی است که پس به خانه بیایه. هر کار که از دستم بیایه برش انجام میدم. سر تو خب باید قرار باشه داماد. تمام روز برات زنگ زده و تو گفتی کار دارم و نامدی. میخوایم که توبراکا پیش خالش روان کنم، فهمیدی؟ برش خوب از فکرش دیگه میشه. غماش فراموش میکنه. ما خب پول نداریم که او را با یک شهر دیگه ببریم. ما هم کم تشویقش کردم که پیش خالش بره. او خانه بسیار کلانه است. به خاله خودم کمک میکنه و غمای خودم فراموش خواهد کرد. تا چی مدت توجه می باشه؟ ایشه دیگه نمیفهم آقا داماد. هر قدر که خودش خواسته باشه، هر وقت که کاملا خوب شد دیگه، تو هم نباید سرش فشار بیاری. یعنی با دخترم هیچ چیزی نگویی. درست است داماد؟ خدا را شکر همین که شیر نوشید کاملا آرام شد و خوابید. شیر می نوشه یا نه؟ البته که می نوشه. مثل شیرش به توبراک چسبیده. خدا را شکر. از خیرت به من قهوه آماده کو که بنوشم. درست است. خب خانم امیده دیگه حال بسیار خوش باشه نه خواهر؟ بچه‌شان پس خانه آمد. حقم داره. چند ماه میشه که از بچهش دور است. آی بچه که ممکن بیایه. خود دیگه او اولین دختره که خوشش بیایه به خواستگاریش خواد رفت. هموته نیست؟ البته دختر. از امیال گفتم میره که عروس خودم انتخاب میکنم. سلطان خواهر چی؟ میخوایی نمی خواهرزادیتان که به حیث دایه آمده خانم یوسف خانو عروسی خانه شوه؟ توبراک میگی؟ توبراک خو متأهل است. نمیشه. اما هوا میشه. یوسف بچیم داخل آمده میتونم؟ بیاین مادر بیاین. خدا را هزار بار شکر. بالاخره امروز به بچیت یک دایه پیدا شد. خوب است. خوب خواه هست. اما امروز آمده فردا برش بگویم پس بره. تو خو میگفتی که فردا نواسیمه به اونا میتی. مادر شما فعلا به کسی چیزی نگوین. یه قدر پشتی گپا نگیرین. منتظر باشین.
ما براتان میگم که باید چی کنین. درست است. با چیز ضرورت داری که برات بیارم؟ تشکر مادر جان، زنده باشین. خب شب بخیر. حالا دخترم حالا زود باش، هنوز باغچه را پاک نکردیم، عجله کو دیگه. درست است خواهر. اوف مردم. شفا باشه خانم. کدام امر دیگه به ما دارین؟ اگه یوم فایده نکنه یک دوای دیگه باید بخورم. دفعتن شما را چی شده؟ دیروز خوب بودین. چی بگویم سلطانه؟ مشکلات خلاص نمیشه. صبح بخیر یوسف خان. صبح بخیر سلطانه خاله. صبح بخیر مادر. صبح بخیر. چطور هستین؟ چطور باشم بچیم؟ تا صبح کابوس دیده جانم برآمد. تمام شب در فکر نواسیم بودم. خواب دیدم که او امیر احمق نواسی ما را گرفته برده. در یک جای عجیب بالا یک سنگ مانده، اثر یک توت سنگ کلان. آی بیبی چطور خنده میکنه؟ یوسف جان برشان زنگ بزن که نیاین، نواسی مزم نگیرن. اونا ازش مراقبت کردن نمیتونن. بیبی برش دایم پیدا کردم. اونا چه قسم میخواین ازش مراقبت کنن؟ مادر جان هنوز هیچ کسی نامده. باز نواسی شما نواسی او نام است. او را مثل گل نگاه خواد کردن. آی بله بفرمایید مشنوم. آی کم است که بمرم. سلطانه دوای سردردی ما بیار. سلطانه کی را میگم سلطانه؟ تو با گوشای ما کار کرد. آمدم خانم آمدم. خواهر پشت دروازه یک نفر آمده، میگه که پدر خواهر زادایت است. گفت که تو اینجا خواستی. حالا بیا ایره پورا کن. تو ایره به خانم حمیده ببر، ما 2 دقیقه بعد میایم. بیا یاسنا جان بیا. آشنایی چه قسم آمدن از کم از پایین بشکنه. نه که دخترای من از همیاله بارشان هایت فکر میکنی. چی شده؟ کدام مشکلی هست؟ کدام مشکلی نیست، بیا برات میگم بیا. سر ما عید شده دیگه. خیاشنی ما را به قصر آورده. خیر باشه انشالله. یک دانه مادر کلان خود. بچه چه شمسیای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. برو دخترم اونجا بیش. بچه گک مقبول ما. بچه گک یک دانه ما. بچه چه شمسیای ما. مادر کلانت هیچ وقت تو را اعلان نمی کنه. وعده است. ایره بگی دخترم. بیبی که چی میگم؟ تا وقتی که نگفتیم هیچ کدامتان از اتاق بیرون نشین. درست است؟ حالا دیگه. آمدم صبر کو. بسیار سنگین است. بده به من. فکر کنم که پشت نواسی خود آمدن. جمیله تو هستی؟ بله خانم حمیده، رفتم بازار کمی خرید کردم. خوب است. حالا دیگه اونا را به آشپزخانه ببرین. حالا کمی عجله کنین. حالا. یوسف جان. بله مادر. از برای خدا به اونا زنگ بزن، اگه آمدنی هستن زودتر بیاین. از صبح تا به حال بهر تک تک دروازه میمورم و زنده میشم. مادر جان اگه آمدنی می بودن تا حال می آمدن، بعد از این نمیاین. تشویش نکنین. از کجا میفهمی؟ چطور مطمئن هستی؟ میفهم به خاطر که خواسته اونا فقط پول است. دیدن که پول به دست آوردن نمیتونن، از طفلا منصرف شدن. تو میفهمیده که اونا اینجا نمیاین؟ به خدا اگه می آمدن بسیار تعجب میکردم. اونا درس خدا گرفتن. دیگه به این دروازه نخواد آمدن. شما را با نواسیتان آرام میمانن. با هیچ وقت قلب شما را نمشکنونم.
اگه می آمدن آم طفل برشان نمیدادم. بچه هوشیار ما، بچه چشم سیای ما، میفهمی چی است؟ بازم پدرت حق به جانب برآمد. او گفت که یوسف خوب بعد هر گپ میفهمه. خب بیا که بریم به افتخارم یک صبحانه خوب بخوریم. حالا دیگه بیا بسیار گشنه شدم. دختر مادر و برادرت کجاستن؟ از برای خود نمیفهم پدر جان. از اونجا بریم یک کلچه بته دخترم. درست است. نه بالاخره آمدن. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر بچیم. صبح بخیر. نوش جانتان. خانم حمیده تشویشتون رفت شد یا نه؟ رفت شد یولمز خان. خدا را شکر رفت شد. منور به دخترها بگو که چای بیارن، گشنه شدیم. پنار میشه که چای بیاری؟ مادر؟ یک چیز پرسان میکردم. خیرت باشه دخترم. در داخل یک عالم نفر است. اگه با کدام چیز ضرورت داشتی باید میرفتی از اونا میخواستی. نه به چیز ضرورت ندارم. خب هیچ کس برام نگفت که نامی طفل چیست. راست میگه بیادر. نامشو چی بانیم؟ مادر مرحومش میخواست که نامش توران باشه. خدا رحمتش کنه، همیشه وقتش با میگه پاس پری میکرد. بچیم اگر نامی یکی از بزرگای ما را سرش بانیم بهتر خود بود. نظرت یک چیست؟ دقیقه مادر. به از او تخلصش از ما است. نامش دیگه حق مادرش است. نام مرا خودتان نماندین مادر. درست است. خدا قدمش نیک کنه. توران هزاران سال زنده باشه. تو کجا بودی توپراک؟ به تشویشت شدم خواهر. نامش توران ماندن فقط به خاطر که مادرش میخواسته. خب هر مردی مثل شوهر تو قد نشناس نیست. دروغ میگم؟ یک چند دقیقه در بغل ما بتیز. حالا که گرفتیش یک بار ببین که تب نداشته باشه. نه تب نداره، بیشتر تب داشت. از او خاطر گفتم. جان آرام باش. پیش از اینکه صبحانه خلاص شود باید با هم گپ بزنیم یاز نه؟ ببخشی دیگه. گپا مگوش که خیاشنا جان، نگویی که اونا از پل دادن منصرف شدن. پول ده به دست میاری، اما من یک نقشه دارم که زیادتر شه به دست بیاری. زیادترش دیگه از کجا میشه؟ مثلا با خانجی و غلو پیوند بسته کردن. کی را نمیخواه؟ بگو که مقصد چی از خیاشنا؟ از ما چی میخوایی؟ هواره. اگه تو رضایت داشته باشی هوا به یوسف خان مناسب است. زندگی ما کاملا تغییر خود کرد. درست است، اما ای که تو امکان داره کسی که خانم یوسف چه و کار مشکلی است. ندیدی و حتی مادر طفلش به خود نکاح نکرد. بله، عروس خانجی اغلو شدن و وارد شدن به قلبونه کار ساده نیست. دخترای زیادی آمدن اما هیچ کدامشان موفق نشدن، به خاطر که اونا به اندازه هوا مقبول و خوشبخت نبودن. به خاطر که ما خالی اونا نبودم. من تمام خوی و خواص تک تک افرادی خانه را میفهمم. من یوسف در بغلم کلان کردیم. میفهمم چه قسم خوی داره، چی میخوره، چی میپوشه، چی را دوست داره و از چی بدش میایه. ای که چه قسم بدام میفته یه رخو کمتم خودتا میفهمی یاسنا جان. اگر نقطه ضعف انسان را بفهمی باز کار آسان میشه. تو آتیش پکم میکنی و عوام عقلش اثرش میپرانه. خوب
حالا بگو نظرت چی است؟ میخوای بجای یوسف خان و جونت احمق دامادت شوه ها؟ با خدا از تو باید ترسید خیاش نجام. پس با خاطر هوا ما باید دست به کار شویم. درست است؟ ببینم که نظر خود او در این مورد چی است. خواهر آی مصرحت میخوایم هنوز میمانت نرفتن؟ جمیله یک دفعه واره پیشم روان کو. درست است خواهر. خیاش نه، خانه شما یک کمی سروازش خوب است. اگر یگان چیزی آماده کنی که شکمم سیر کنم بسیار خوب میشه. حالا دیگه من خواه میشه اینجا نمیایم خانم سلطانه. خدای توبه، پدرم دیگه چرا اینجا آمده؟ نمیفهمم. جمیله اگه کار نداری بیا همراه من کمک کو. خانم حمیده گفت در ظرف نیم ساعت اینا را خالی کو که تمام آثار گلسوم پاک شود. مقصدش از این گپ چی بوده؟ به خدا همه قسم گفت. از رفتنش دو روز نمیشه، ما از بودنش که خوش بود که از رفتنش جگر خون شوه. حالا وقت ضایع نکنیم، بریم کار ما را کنیم. چقدر لباس زیاد داشته؟ بله، تمام اینا را خانم حمیده برش خریده بود. اینا گلسومه هیچ خوش نداشتن. نمیخواستن او را عروسی خانه بسازن، اما فقط به خاطر که آبرویشان نره هر گپشم میشنیدن و قبول میکردن. وقت کامله بود اینا را سرشان خریده بود. میگفت که طفلم تولد شوه باز میپوشمشان. دختر چرا اینا را به جایی که دور بندازن به ما نمیتن؟ بان دیگه پنار این دیگه گپ نزن، به کارت برس. تو هم دیگه پدرت منتظر نمان. این وضعیت ما را بیبی یولماس خان. بله دیگه، از خود او زن که خیر دیدیم که حالا از نام انتخاب کردیش خیر ببینیم. توران توبه. بعد از پشت مرده گپ نزن خانم. خودت بگو، من دروغ میگم یولماس خان؟ یعنی میگی این نام به خانواده ما مناسب است؟ توران من فکر میکردم که نام پدر مرحوم ما سرش بانیم. امین. توران در مقایسه با این نام هیچ چیزی نیست. اگر نام پدرت میماندیم خوب بسیار خوب میشد، اما هنوز معلوم نیست که طفل از بچه ما است یا نه. تو هنوز چهره نواسی ما را ندیدی یولماس خان؟ چهره نواسیم درست مثل چهره بچه مقبولم یوسف است. او از خون خود ماست یولماس خان، از خون خود ماست. خیر باشه، ازتی توقع را نداشتم. خیر باشه دیگه گپا نیافتی که آمدی گپا را برم گفتی. چی کنم دیگه، نباید حق مادرش پایمال کنیم. خواهر ما هستیم دخترم. بفرمایین. نواسیم خوابیده یا بیدار است. ایره یک دفعه به ما بده. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه مقبول ما. بیبی پدر کلانش بیبی سایلش کو. سایلش کو. چی شده شاهزاده مرا؟ چرا لب رویش کشال شد؟ بچه مقبول ما. بیبی پدر کلانت پیشت آمده، مادر کلانت پیشت آمده. آی خدا، فکر کنم که باز میخواه شروع کنه. میکنه با ما بدینش. بگیرش. بیا از ما اینجا زیاد نمی باشیم، بگیرش. این قسم نمیشه خانم، نمیشه. این طفل وقتی آرام خواد شد که در گوش شازان داده شوه و نامش گفته شوه. نمیفهمم، اما حال خو میبینه که گریه میکنه. بده دخترم، یک دفعه به ما بدیش. بده. حالی که این کار شروع کردیم باید تا آخرش ادامه بدیم دیگه. البته. یولماس خان، حداقل امین توران بگو. توبه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. تشکر خانم سلطانه. نوش جانت. پدر چی که پس چرا آمده؟ نه که مادرم چیزی شده. نه دختر، مادرت خوب است تشویش نکن. خوش آمدید. خوش باشی دخترم، ما و پدرت میخوایم همراهت گپ بزنیم. مستقیم سر اصل موضوع میرم، فقط کسی نشنوه. خالد برات یک تصمیم خوب گرفته. خودش که برات بگویه جدی میگیری. اگه ما بگویم در قصهش نمیشی. چی گپ شده خاله؟ کدام اشتباهی انجام دادیم؟ من میگم گپ خلاص کنیم، تو گوشت از طرف چپ نشان میدی. مستقیم سر اصل موضوع میرم. مادر و طفل مردنه؟ بله. هنوز در روی او مرحوم خاک نشده که خانم حمیده میخوای به بچهش یک عروس نو پیدا کنه.
اگه او عروس تو باشی چطور؟ چی؟ خاله شما امروی من مزاق میکنین؟ مزاق نمیکنم، گپ ما گوش کن. بیبی وضعیت کل ما برات معلوم است. تمام عمر جان کنده کار میکنیم اما بازم هیچ چیزی به دست آوردن نمیتونیم. خالد راست میگه دخترم. خوب انسان هیچ وقت تا که کار نکنه پول به دست آوردن نمیتونه، غیر از اینکه یک خانواده پول دار داشته باشه. یک دفعه زندگی اینا رو ببین ها، فقط به خاطر پول و داراییش گپ برد نمیگم دختر جان. ایشان و شوکت خو میبینی نه؟ شاید گپا میج به نظر نبیایه اما وقتی که بیدار شدی باز میفهمی. دنیا تیر شدنی است جانم. مادرتان بسیار مقبول بود. چی شد؟ اگه عقلت به کار بندازی باز دی قصر ملکه خود شدی. نه که مثل ما عمرت به خدمتکاری سپری خود شد و نه مثل مادرت با عشق. ها لازم نیست در مورد ما و مادرت فکر کنی. وضعیت خواهرت پیش چشمایت است. یک خانم اگه خواسته باشه میتونه به تخت پادشاهی بشینه. اگه خواسته باشه که ملکه شوه باز به تخت پادشاهی نه، به قلب او داخل میشه. اگه تو قبول داشته باشی باز من تو رو کمک میکنم. کلیدی قلب یوسف خان فقط دستم است. شما میفهمین که چی میگین خاله؟ اینقدر زود اعتراض نکو هوا دخترم. تو یک دفعه در مورد گپای خالد خوب فکر کو. باز ای خو برات نگفته که خانم یلماز 70 ساله شو. ای برات میگه که خانم یوسف مقبول پول داره با قدرت یا همو نیست. بیبی چی میگم؟ هر چی زودتر تصمیمت بگی باز به من بگو. پیش از اینکه خانم حمیده کم دختر دیگه پیدا کنم من تو رو برش پیشنهاد میکنم. حالا دیگه برو، تو براک تنها نمان. یعنی شما دو نفر درباره من تو حال چیزی نگو دخترم. در مورد گپای خالد دقیق فکر کو باز تصمیم بگی. خوب فکر کو. زنده باشی جمیله. بچیم ما بعد از نوشیدن این قهوه میخوایم یک دفعه به دفتر سر بزنم. شما خدا خسته نسازین، به از او پسانتر ما دفتر میرم. نه خیر، تو نباید خدا خسته بسازی. همیشه تو پشت کارهای طرف و طرف میدوی. یوسف اگه به دفتر میریم ما هم رایت بیایم. اگه میگی در خانه با ما ضرورت میباشم. لازم نیست، زنده باشی. امروز باید جلسام شرکت کنم. انتخابات به خاطر تعیین شهردار نو صورت میگیره. ببینم که کی نامزد ساختن. درست است. از طرف ما به اونا سلام بگو و بگو که ما را فراموش نکنه. نظر تو چی است یوسف؟ با نظر تو کی باید شهردار مقرر شود؟ ما به سیاست کار نداریم محمد. دختر دیوانه خو نشدی؟ اونا در مورد مسئله خصوصی گپ میزنن، اگه ببینن بسیار بد میشه. من به مسئله خصوصیش کار ندارم. تو برام نشان بده که کدامش یوسف است. بیبی همو که استاد است. سر تپس کو که ما هم ببینم. پس یوسفی است. در مورد انتخابات باید همراه پدرم و کاکایم گپ بزنیم یوسف. سیاست با کارهای ما بسیار ارتباط داره. تصامیم شرکت فقط ما میگیرم و از هیچ کس هم نمیپرسم. او بس. خاله آقا امید اگه وقت داشته باشه یک دفعه ببینه. معذرت میخوایم. بعداً براتون زنگ میزنم. چرا فکرتو نمیگیری دختر؟ مرا میگی؟ کورسی چی هستی که دارو برات دیده نمیتونی؟ فکرتو در سرت بگی. بیادب بیادب. اگه دنیا مستو باشه بازم ارزش هیچ چیز نداری. هر چیز داشته باشی اما انسانیت نداشته باشی هیچ هست. چی گپ است؟
چی گپ باشه دیگه؟ صاحب خانه کلاگیر خدمتکار فکر میکنه. این خانه از او است نی؟ هیچ کس نباید در مقابلش بیایه. درست است. آرام باش. صاحب خانه کی است؟ کی باشه دیگه؟ اما آدم از خود راضی یوسف خان جی اغلو. به خاطر که کلاگی ازش میترسن بیلیش به کوی قاف برخورد میکنه. ما بینیش پایین خواهد ساختم. یعنی که تو از یوسف خان نمیترسی نه؟ چرا باید ازش بترسم؟ او هم یک انسان است مثل ما. و باز خداوند تمام بندهاش یکسان میبینه. ببین خانمش از دست داد. بچهش بی مادر شد. میشه بگویی تو کی هستی؟ من خواهر دایی جدید امو طفل هستم. یک روز میشه اینجا آمدی اما درباره کل چیز معلومات داری. از دیگرها شنیدم. اما بعضی چیزا را اشتباه شنیدی. یوسف خان از غیبت خوشش نمیآید. برات گفته باشم. هوا کجاست؟ نه آوردمش همونجا ماند. چرا؟ تو نرفته بودی که او را خانه بیاری؟ با آن یک نفس بگیرم بگی ناراض هستم. حالا بگو دیگه چی گپ است؟ چی شده؟ هیچ گپ نیست خانم، فقط کمی تب خوش هستم. دیگه برم طاقت نمانده ای دنیا دروزه. بله جونید، چرا دوباره برم زنگ زدی؟ وای این قصه ماله ها؟ حق ندارم برای زنگ بزنم. ما عاشق دوستم دختر. عاشق چی جونید؟ تو سر من ریشخندی میکنی؟ اوا عاشق دوستم، لطفاً بیا که با هم گپ بزنیم. من جای آمدن نمیتونم. توپراک هیچ خوب نیست. او رو تنها مانده نمیتونم. ما هم خوب نیستم. به اندازه خواهرت ما پیش ارزش ندارم. جونید توپراک تا صبح بیدار نمی باشه میخوابه. گپ مرا گوش کو. اگه برای ارزش داشته باشم باز یک نیم ساعت پیشم خواهد آمدی، فهمیدی؟ وقت ما به توی قدر فداکاری میکنم باز تو همراه می قسم رویه کده نمیتونی دختر. درست است، از برای خدا چوب باش. درست است میم، اما تو دیگه از به بعد نباید برم زنگ بزنی. تلفن قطع میکنم. شیرینک جون، ایره کدام چیز شده خواهر؟ بیبی کوماش چطور سرخ شده؟ درست مثل ناسلیمه. یک دفعه طرف مسایی کو. توپراک یه چیز نخواد شد. به من اعتماد کو. تو فقط به خاطر ترسی که داری قسم احساس میکنی. ببینش طفلک بسیار صحتمند است و تو هم هرچی از دستت میای انجام میدی، متوجهش میباشی. پس لطفاً این فکرای خراب از سرت بیرون کو خواهر جان. به گپای من باور داشته باش. اگه تو قسم فکر میکنی پس درست است. حالا من رفتم میتونم؟ نه نرو خواهر. تو خود میبینی که چقدر تب داره. توپراک جونت زنگ زده بود خوب نبود. میترسم کدام دیوانگی نکنه یا که آمده در اینجا ما را رسوا نسازه. قول میتونم که زود پس میایم. تو هم زیاد تشویش نداشته باش. درست است؟ اما چطور میتونیم بری خواهر؟ اگه اونا خبر شون باز چی؟ خالی من خود دیدی که چقدر زود قهر میشه. هیچ کس مرا نخوادی، تشویش نکن. مثل پرنده پرواز میکنم. تو مواظب خودت توران باش. درست است؟ از برای خدا این کارا نکنین. به خدا من خبر ندارم. حتما کدام غلط فهمی شده. ایده اینجا چی میکنه؟ چطور خبر نداری بنیامین؟ تو میخوای که رفره بتی مرا چی فکر کردی؟ ای از شماست؟ بله آقا، از ماست. چیزی که در داخل شما از تو است؟
در دکان چیزا رد و بدل میشه و تو خبر نداری؟ به خدا خبر ندارم. یک شانس به ما بتین. من خود فهمیدم که این کار کی بوده. یوسف خان. یوسف خان؟ ما برات اخطار داده بودم. این شانس دومت بود. دختر لوده تو چی کردی؟ یوسف خان با من رحم کنین. من از اینجا روزی خدا. بس که ایگه پاره. آدمی قسم خیانت نمیکنه. حرام خوری نمیکنه. ما او دکانه به خاطر که با عرق پیشونیت کار کنی برات دادم. فردا اونجا را تخلیه میکنی. نبینم که بازم کدام چیزی را بفروشی. خارج شو! به شرف پاست. چی گپ است؟ چی گپ باشه دیگه؟ صاحب خانه کلاگیر خدمتکار فکر میکنه. این خانه از او است نی؟ هیچ کس نباید در مقابلش بیایه. درست است. آرام باش. کی هستی صاحب خانه؟ کی باشه دیگه؟ اما آدم از خودروزی یوسف خان چی اغلو. به خاطر که کلاگی ازش میترسن بینش به کوی قاف برخورد میکنه. ما بینیش پایین خود ساختم. یعنی که تو از یوسف خان نمیترسی نه؟ چرا باید ازش بترسم؟ او هم یک انسان است مثل ما. یوسف خان با خدا من خبر ندارم. یک شانس با من بتین. من خود فهمیدم که این کاری کی بوده. یوسف خان ما تو را اختار داده بودم بنیامین. این شانس دوم تو بود. لالایی کو عزیز مادر، برات قصه میگم تا بخوابی. دیگه که نریز نکن بتابی. برات میگم قصه برا گرگم. تو تب داری؟ هوا تو کجاستی؟ صبح بخیر. صبح بخیر یوسف خان. معذرت میخوایم.
پیش طفل باش، ما رفته زود پس میایم. اما کجا؟ طفل کجا؟ توران در داخل است. ما طفل پیش مادرمشان رفته زود پس میایم. اما این طفل خو بسیار خورده است. چطور این قسم او را تنها مانده میری؟ امیال برای شیر داده خواباندمش. دخترم تو ایره خو بازی چه فکر نکدی؟ از طفل کده باید به تو چیز مهمتر نباشه. در ضمن تو از ما اجازه گرفتی که میخوایی بری؟ یا که به سلطان نگفتی؟ نه خیر، بدون اجازه از این خانه بیرون شدن نمیتونی. این خانه از خود قاعده و قانون داره دخترم. تا وقتی که تو اینجا باشی باز باید از قوانین پیروی کنی. حالا دیگه حال مستقیم برو پیش طفلت. توبه توبه. صبح بخیر. میبینی نه؟ کلگی به خاطر خانجاغلو تپ تلاش میکنم. این خانه قلعه کوپیتیکاست. هر کس که صاحب خانه شوه با صاحب کوپیتیکا میشه. چیست؟ هنوزم فکر میکنی؟ نه خیر، ما تصمیم خدا گرفتیم خاله. من خانم یوسف خانجی اغلو میشم. مرا ببخش. توبراک نمیبینی طفل گریه میکنه؟ نمیشنوی؟ توبراک تو خوب هستی؟ توبراک با خدا خانم حمیده هر دوی ما را میکشه. من کار کردن نمیتونم. بگو که دیگر رو پیدا کنم. توبراک تو خوب هستی؟ من خوب هستم. داره چیزی شده؟ چیزی نشده. بخیز. داره چیز جگر خون ساخته؟ کجا میری؟ مست نازله مراقبت کده نتونستم. مست تورانم کده نمیتونم. توبراکی گپ دیگه از کجا شد؟ توبراک مست مراقبت کده نمیتونم. مرا رها کنین لطفا. توبراک نرو. اگه بری باز وضعیتی طفل خراب میشه. کاش که ما میتونستیم مشکلات را حل بسازیم.
معذرت میخوایم. خدا میفهمه درباره چی گپ زدن. هوا و دختر میخوای کجا بره؟ من چی بفهمم خاله؟ من خو همراه شماستم. یک دانه مگیریه نکو. حالا بگارم شو. یک دانه مادر کلانش. توپرک کور شوی اینجا بیا. توپرک یوسف جان فکرت باشه که سر نواسه مغال نکنی. این مسئول هیچ گناهی نداره. کسی که باید ازش مراقبت کنه او در کسیش نیست. او فقط در غم خود از یوسف بچین. مادر توپرک دیگه نیست. چرا؟ نیکو کدام گپ شده؟ گفت که بودن نمیتونم. معذرت خواست رفت. اما این قصه امکان نداره بچین. این طفل چطور خود شد؟ آرام باش در بغل پدرت برو. برو پیش خودت باشه. من کمی کار دارم باید برم. یوسف جان تحمل کو بچین. یک دانه یک دانه مادر کلانش. آفرین. خوب حال دیگه آرام بخواب نواسی گلم ها. آفرین قند مادر کلانت کم کار داره. زود پس میایه. گریه نکو. قند مادر کلانه جانم. آرام باش بچه. سلطانه تو اینجا یک دایی احمق بی پروار آورده بودی اما تو نیست؟ آل او کجا رفته؟ حتما کدام مشکل پیش آمده که رفته. شما تشویش نکنین، من او رو پیدا میکنم. دیگه نمیخوایم. هر جایی که میخواه بره. حالا دخترم حالا آماده شوین بریم. دیگه نمیخوایم که روی شما بحث کنم. آرام باشن خانم. حتما پشت مادرش دق شده از او خاطر رفته باشه. سلطانه هر چیز از خود یک قاعده و قانون داره. ایره خود تو هم میفهمی. او باید از من اجازه میگرفت. او رو ببخشین خانم، اشتباه کرده. هر اشتباهی که کرده باشه، اما بعد از این دیگه اینجا کار کردن نمیتونه. دختر احمق کار خود از دست داد. تو برو توپراک پیدا کرده اینجا بیار. زود شو. من کوشش میکنم که خانم حمیده را قانع بسازم. اگر نه باز کار ما تمام است. خاله ما خواست هیچ که خبر نداریم. پس مشکل شما چی است؟ سلطانه او خانمی که یک طفل داره نامش چی بود؟ سبل. خوب است. بگی برش زنگ بزن که بیایی. شما خانه میخواستن که همراه طفلش اینجا بیایی؟ برش بگو که همراه طفل خود بیایی. دخترم تو اینجا چی میکنی؟ توپراک رفته پدر. رفته؟ کجا رفته؟ تو چی میگی دخترم؟ بیا که بریم پدر. بیا. به خاطر که شیر نداری میترسی؟ طفل تو چند ماست؟ گفتی 10 ماه؟ اما او خب 5 ماه بود. چقدر زود بزرگ شده. خیر باشه تو یک دفعه اینجا بیا. خوب است. کمی عجله کن. خب او چی گفت؟ او خو میایه اما بر بچه خودم شیر میته. از او خاطر میترسه شیرش کم نشه. طفل او هم 10 ماه شده. او میگفت هر 5 دقیقه بعد به طفل خود شیر میته. به طفل چیزی نمیمونه. خوب دیگه. حالا که طفلش قدر کلان شده بعد از دیگه طفل خود شیر نته چی دیگه؟ ای کاره توبرک برای کلگی بعد از دخترم. ما اولاد خود از دست دادم. نباید خود از دست بده. خواهر من زود طفل محاسبت کردن نمیتونم. توپراک
خواهر جان تو به این خاطر میترسی که توران چیزی نشه، اما تو نیست. او را هیچ چیز نمیشه. تو در این کار مقصر نیستی. نجلا به خاطر تو نمرد. از او هم خوب مواظبت کردی، از توران هم خوب مواظبت کردن میتونی. توپراک تو یک مادر بسیار مهربان هستی. درست است. اگه نمیخوایی دوباره در او خانه نمیریم، اما کوشش که خوب شوی لطفا. برگه که مادر کلانش، شیرینه که مادر کلانش. تو بسیار دوست داشتنی هستی. خنده نمیکنه. صدایتو کم باریک کنین خانم. ها. ایره بیبی بچگه که قندوله که مادر کلانش. ایره بیبی. پنار. ای دختر، این حال خنده کرد. مادر کلانش قربانش شوه. من صدقی نواسیم شوم، قربانش شوم. مادر، اگر نواستان آرام هستی خانم میخوای خونه شوی. چرا؟ گفته بودم نه که بچه ما باید معاینه کنم. بچیم، تو فکر خوبی کردی. درست از بچه من مداخله نمی کنم، تو خودت خوب میفهمی. من نمیتونم ببینم، نمیتونم تحمل کنم بچه. درست است مادر، درست است. بفرمایید خانم پرستار. خانه خودت میری خواهر؟ نه خیر، داخل رفتن نمیتونیم. برام قسم معلوم میشه که نازلی منوز در خانه است. خب درست از خانه ما برو. مادرمم خوش خواهد شد. مادرم کجاست پدر؟ با معاینه کردن رفته. او را تنها موندی بره پدر؟ آدم طرف دختر. اوف پدر، اوف. دقیقه مادرت نشو خوب است. ایره بگو که چی شده، شما چرا اینجا آمدین؟ او نمیخواه اونجا بره. میترسه که او طفل چیزی نشه. گفت که من این کار کردن نمیتونم. او طفل گریه کرده. با توپراکم ترسیده و فرار کرده. چرا؟ به خاطر که گریه کرد دیگه نمیخوای اونجا کار کنه ها؟ قسمی که در اول قانه ساخته بودی حالی امور قانه بساز. پدر میفهمی که توپراک میخواست خودکشی کنه؟ چی؟ اگه کمی وقت میرفتم خود از بین میبرد. چرا به ما نگفتی؟ آله خب گفتم. مادر بدبخته تمام زندگیش در شفاخانه گذشت. تقدیر از دیگه. البته که تو میگی دخترم، اما اگه منصرف نمیشدی باز خوب میبود. خانجی اخلا گفته به خاطر پیوند زدن گرده کس دیگر را پیدا میکنه، اما در قسمتش نبود دیگه. برای مادر تا حال نگفتیم. نه خدا امیدوار میساخت. چرا آمدین دخترم؟ نیکی کدام گپی شده؟ نه خیر مادر جان، داخل بریم باز براتون میگم. خواهری گپ راست است. چرا برای من نگفتین؟ با توپراک گفتم که خانجی اغلا با مادرت گرده پیدا میکرد. گپ بزن دیگه دخترم. پیش روی تو خو میگفت که برای مادرت گرده پیدا میکنم، مادرت عملیات میکنم که مثل گذشته کاملا خوب شود. کاش که گپ برای میگفتین. پدر این گپ دیگه از کجا شد؟ چطور این قسم یک دروغ گفته میتونین؟ دختر ما و تو خو یک قسم فکر میکنیم در این کار هر دوی ما یک جای هستیم نه؟ کدام کار پدر؟ کدام کار؟ نه که تو نمیخواستی همراه خانجی اخلو عروسی کنی. پدر من فقط میخوایم که خواهرم خوب شوه. ما دختر خود خوب میشناسم. با چشمای ما خوب سعی کو. تو تصمیمت گرفتی. تو میخوای که همراه خانجی اخلو عروسی کنی، اما تو نیست. اگه بخوایم هم دیگه فایده ای نداره. کل چیز خلاص شد. حالا دیگه بریم برای توپراک بگوین که دروغ گفتین. درست است؟ دخترم یک گپ دروغ نیست. تو در روزا عروس خانجی اغلا خود شدی. باز وقت میتونی با مادرت گرده پیدا کنی. اگه قلب را به دست آوردی باز خواستت پوره میشه.
سلطانه آمادگی افطار خو میگیرین اما تو نیست؟ البته خانم، البته. چی شد بچیم؟ پرستار رفت؟ گرچه لازم هم نبود اما خیر باشه بچه. چی شده؟ همراه دختر گپ زدین؟ گپ نزدم. او دختره دیگه نمیخوایم. او کاملا دیوانه است. خب حالا چی خواد شد؟ تشویش نکو بچه، من این مشکل حل میکنم. حمیده اوف، از صبح تا حالا یک دقیقه هم نشد که راحت بشینم. سلطانه خاله، شما میفهمین که توبراک کجا رفته؟ یوسف خان و دختر بسیار مهربان است. درد اولاد بسیار سخت است. هر قسمی که مشکل ما را حل میکنه توران امور به حالت اولیش آورده میتونه. یگانه تسلی او است. آفرین دخترم، تو مادرت بسیار دوست داری. ما تا برای مادرم چیز نگفتیم، شما هم برش چیز نگویین. وقتی که پیدا کردیم باز میگیم. این قسم امیدوار بودنم انسان خسته میسازه. دختر هوشیارم، تو فکر بسیار خوبه کردی. حالا دیگه شما برین بخیر، باز من خبرتان میگیرم. توبراک، خواهر جان مطمئن هستی؟ واقعا میخوایی که بری؟ گوش که او طفل بازیچه دست ما نیست که هردقه او را ایلا کده و بیاییم. بهترسم وقتی بری دوباره پشیمان شوی. خواهر ما باید مورد مادر خود فکر کنیم که از همه چیز کده بارزشتر است. سلام داماد. توبراک آمده بود؟ نه خیر، من رفته او را دید آمدم. توبراک چطور بود؟ چی وقت میاد؟ با خدا بچه وضعیت دخترم خوب نیست. یک چند وقت دیگه مربان که راحت باشه. دخترم این طفل دیگه از شیر جدا بساز. کلان بچه شده. درست است مظفر بیادر، براتان زنگ میزنم. فعلا خداحافظ بیادر. شما آمدین؟ بله آمدیم. یعنی اگه حمید خانم اجازه بتن، به خاطر که سر توبراک بسیار قرض شده بودن. اگه واقعیت با من به توبراک حق میتن. او هر روز صبح فقط امیره میخواه که سر قبر دخترش بره و دعا کنه. او نتونست برای کسی چیزی بگویه و ایرام نخواست که بهانه جور کنه. اگر نی تورانه هیچ وقت اعلان نمیداد و جایی نمیرفت. نه خیر دخترم، تو این کارش خندی فکر کردی. دلت که خواست میایی، دلت که خواست میایی. ناقدا به زحمت ساختی که اینجا آمدی. بعد از این سیبل از توران مواظبت میکنه. مادر، یک دفعه اینجا بیاین. چی که پس بچیم؟ این خانم جواب بتین. توبراک آمد. نمیشه بچیم، او دختر دیوانه است. مادر، توبراک نو طفل خود از دست داده. از توران خوب مواظبت میکنه. این خانم هم زحمت کشیده، نباید دست خالی بره. توبراک، توران در اتاقش تناست. به از او گشنام شده. بار دیگه تکرار نمیشه خانم. خوب از دخترم، باز خود دیدیم. سیبل، تو را به زحمت ساختیم دختر. سلطانه برات افطاری آماده میکنه، درست است؟ تو هم لطفاً ما را ببخش.
پیش که طفل معصومه تنها ماندم. وعده میکنم که بسیار خوب ازش مواظبت میکنم. برام یک چانس دیگه بده خدایا. تشکر که دوباره برگشتی. راستش از شما باید تشکری کنم. به خاطر مادرم. بسیار معذرت میخوایم که گپتان قطع کردم. حمیده خانم گفتن که باید طفل بشویی. روزتان خوش. یوسف خان اگه به من کدام امر باشه. تشکر، من خودم میرانم مراد. زیورات حمیده خانم در تلافروشی است. اون را آورده بعداً به شرکت میایم. درست است. ها مراد، حالا که اونجا میری با توپراکم یک تحفه بیار. از طرف خانواده ما برش بدی. معلوم میشه که دختر کس را نداره. یک چیز برش بگی که با ارزش باشه، که با ایندش به دردش بخوره. درست است یوسف خان. خسته نباشین. زنده باشی. ما پس میم. سلام صادق. و علیکم السلام. خانم تو چند دقیقه پیش سیباله برطرف کرده. نفهمیدم کی رو برطرف کرده؟ خانجی اغلو. وقتی خانم تو رفته باز نواسه خانجی گوش نبوده. زنگ زدن سیباله خواستن که بیایه او را شیر بده. سیباله هم رفت. باز خانم تو دوباره اومد و اونم خانم مرا جواب دادن. اونجا چی میکرد؟ نواسه خانجی را شیر میده. راستی خالش برش گفته بود که میایم. دیگه ایشان نمیفهم. خداحافظ. خداحافظ. خوش آمدین. خوش باشه. نیر پدرم برای یوسف خان روان کرده. سلامم برش گفت. درست است. من برشان میتم. روز خوش. روز خوش. هوا ایره جنید بچه بنیامینه چاق آورده. آیی بسیار بچه مقبول است. هوا کجاست؟ پشت سودای خانه رفته. فهمیدم که دیشب چرا نامده بودی. حالا دیگه در اینجا به کار شروع کردی. همراه خالیم کمک میکنم. هوا مرا تباه کردی. بیا که یک چند دقیقه گپ بزنیم. هیچ جایی نمیرم. جولی دیگه چیزی برای گفتن نمونده. من خب برات گفتم که باید چی کنی. وقتی غیرت و کار نداری پس از اینجا برو. هوا این کار نکن. مرا از بین نبر دختر. هوا خاله امیال میایم. باز شروع کردی برم گفته بودی که دیگه خلاص شد. خاله به یوسف خان چیزی آورده بود. مربوط من نمیشه. نباید مربوط تو شوه. اگه میخوایی عروس خانجی شوی نباید دیگه تکرار شوه. یوسف خان به نکای خود به این چیزا بسیار متوجه میباشه. تا وقتی که در قلب او جای بگیری باید متوجه کارت باشی. یک دفعه در قلب یک مرد جای بگی و باز بیبی. اگه کس دیگه هم در زندگیت باشه باز امو تو را آفتاب فکر میکنه. باز اگه بیوه شوی او در قصد نمیشه. درست است خاله فهمیدم. قسم رفتار نکنین که شما من اینجا خواستین. درست است دیگه جولیده نمیبینم. آفرین. خود اصلاح کن. دختر گوش کن. فکرت باشه با کسی ده این مورد هیچ چیزی نگویی. فهمیده شد؟ لطفا نگه پا رو نزن خاله. من قسم یک دختر نیستم. تا حالا هیچ کس به من دست نزده. خوب است. درست است. چسبش نظر به شیشه تغییر میدیم. روز بخیر بچه کاکا.
بازم بدونی که ما را خبر بسازید بازار فروش کارت آغاز کردی. چند دفعه برات گفتم که در این وقت ما میتونیم فروش خوبی داشته باشیم. اگه این کارا نکنیم دکاندارا از زمستان چی خواد کردن؟ تو فقط در غم خلاصی. او را بانک دکاندارا فکر کنن. مردم به خاطر پیش ما میاین که ما از دیگران متفاوت هستیم اما تو این کارا میکنی. ما نمیخوایم که توازن در اینجا از دست بدم. با این پروژه ضرورت نیست. درست است. هر چیزی که تو بگویی. پروژه کشاورزی تو چطور بسیار مهم است. یوسفی کار بسیار فایده داره. ما خودم میفهمم کدام کار فایده داره. راستی؟ نه که کارهای درست تنها تو میفهمی. محمد ما تجارت میکنیم. در اینجا نباید در قصه یک دیگه باشه. وقتی او پروژه دیگران آوردی برای جواب منفی ندادم. در هر کار سر ما گپ ناق میزنی. میفهم سر حساب نمیکنیم. از کارت من سر شو. درباره کار گپ میزنیم. گپ دیگه طرف نبر. بچه حکومت را زیاد تحمل کردم. اما دیگه بس است. محمد بس است. شنیدی که یوسف چی گفت؟ این مسئله دیگه بسته شد. چی گپ است؟ آقا محمد فکر میکنم وقت مناسب نیست. میبخشین رئیس. نشناختم. کمی کار عاجل داشتم. بفرمایین. میشه یک دفعه به دفتر ما بیایی؟ در مورد بعضی چیزا گپ میزنیم. فعلا کمی کار دارم. اما میشه که شب امرای دو صبح میمون خانه بیاین. هم یک جای افطار میکنیم هم گپ میزنیم. فکر میکنه که من از دل خود گپ میزنم. ما معلومات گرفتم. ارقامی را که محمد گفته یک روز دو چند خواهد شد. با خاطر که زیر سوال نره قیمت ها را بلند برده. در هر جایی که کار خلاف باشه محمد هم پشت او کار است. نی پدرش آدم شد و نی بچیش. اما چی کنیم بچیم؟ بیادر از دیگه. تو خود میفهمی که انداختن و فروختن نمیشه بچیم. میبخشین آقا علی زنگ زده بودن منتظر شما هستم. درست است. پدر ما باید برم. کجا میری بچیم؟ با خاطر همین پروژه کشاورزی ما میخوایم عراضی را ببینم. بچیم سرت بد نخوره. من از هر کس پرسیدم نه تنها محمد کلگیره گفتن که از این پروژه چیزی به دست نمیاد. نمیتونی از این پروژه فایده به دست بیاری. اون آینده خدا نمیبینن. محمد امیر میفهمه. در شهرهای بزرگ بازارهای کشاورزی بسیار زیاد است. حتی بازارهای مواد زراعتی را میسازن. شما به گپای ناق مردم گوش ندین. درست است؟ خودت بهتر میفهمی. موفق باشی بچیم. خداحافظ پدر. این 500 لیره میشه فقط به خاطر تو. آف فکر میکنم که تو درست نفهمیدی. امرای دختر نکانه میکنم. به خاطر کوره بازی بتم این کارا میکنم. السلام علیکم. خوش آمدین. خوش باشین. زیورات حمیده خانم آماده است. برشان سلام بگو و بگو که این زیورات جدید آمده. اگه خواسته باشین بریم خبر بتین. باز ما اونجا میام. آقا یوسف هم یک چیز کوچک یعنی چی خواسته؟ به نظرم کرایه چوری باشه. بر یک دختر غریب میته. یک چیز ظریف باشه کفایت میکنه. درست است. ایجی طور است؟ درست است. عادل اینا کار خدا خلاص که باز گپ میزنیم. اینه بفرمایین. رسیدش در شرکت روان کنین. مهم نیست بیادر. به حمیده خانم سلام برسان. خب قیمتی چند است؟ بیبی مردم حتی در کار خیر از تو که زیادتر مصرف میکنند. باز تو همراه یک انگشتر نو چیز میخوایی که دختر مقبول فریب بتیا. بیادر ما بچه خونجی نیستم. پول چاپ نمیکنیم. پدر من نمیشناسی. اگه از پدرت میترسی باز نباید این قسم کار احمقانه کنی. عادل گپای ناق نزن. اگه نه باز برات بد میشه. قیمتش بگو که چند است. حالا دیگه درست است. قیمتش 150 لیره است. از اینکه در زونترش نداریم. درست است. همین رو برام بده. کجا هستی عزیزم؟ در اتاقتم نبودی. خوش آمدی. اگه خواسته باشی مستقیم به اتاقت بریم. نه خیر. نمیخوایم. ببین صادق ما دیگه زندگی در هتل خسته شدیم. گپ فهمیدی؟ بر چند دفعه بگویم یا بریم خانه میگیری یا که این کار تمام میکنم. یک دقیقه یاسو گفتم کم بارامی گپ بزن. نه خیر. این قسم با دوست دارم گفتن نمیشه دیگه. اول خانه بگی باز میبینیم. توبه یاسمین آرام باش. یاسمین بخورین. نوش جانتان. زنده باشین. با خاطر شما مذاکره میکنم. نوش جانتان محمد خان.
شما حتما منتظری بودین که ما در مورد چی میخوایم گپ بزنیم. رئیس شما خب باید مردمی کشور بشناسین. اگر در روی سرک در گوش کسی چیزی بگویی فکر که در رادیو اعلان نشر کنی. درست گفتی بیادر. معلوم دار است. انتخابات نزدیک شده. تو هم آدم هوشیار هستی. اگر پشت دروازه خان نری باز کجا خواد رفتی؟ اما تو نیست؟ خدا کنه شما از من که عمر زیادتر داشته باشین. چند روز میشه که تمام گپا رو در دل خود نگاه کرده بودم. از کست نترس بگو بیادر. او قدر خود سر ما حق داری. ما فکر میکنیم که در این انتخابات از خانواده خانجی اوغلو یک نامزد کاندید شوه. معلوم دار خانواده شما بزرگترین خانواده ای شهر هستند. از شما یک خواهش داریم. اگه میشه به خاطر ما همراه یوسف خانم یک بار گپ بزنیم. اگه از حزب ما یک نامزد داشته باشیم بسیار خوب میشه محمد خان. گفتی یوسف ها؟ در قریه کسی نیست که یوسف خان دوست نداشته باشه. با نام او تمام دروازه باز میشه. قلبای تمام مردم به دست آورده. اگه اونایی را قبول کنن که همراه حزب ما یک جای میشن از خیرات سر اونا خواهتان است که بعد از بسیار سالها یک شهردار بسیار خوب به جامعه تقدیم کنم. راست میگن. شهر خودم میتونیم از بهترین شهرهای ترکیه بسازیم. شما یوسف خانه راضی بسازین باز حتما نماینده مجلس خواد شدین. اگه بگوین که نه خیر او را نمیخواهیم باز هر چوکی را که بخواین میتونین بالایش بیشینین. اگه کوشش کنین که هر چی زودتر گپ بزنین باز منتظر باشین که ما لستای خود آماده کنیم. آقا ما چی بیاده بیاست احمق؟ با اجازه کی گذرش کسانی ها؟ میبخشین آقا شما خواسته بودین باز ما خواستم که ایره چپ شو. چی شده؟ خواهرم توران خومیته. چرا قسم سیل میکنی؟ بگو چرا اینجا آمدی؟ حالا دیگه من میخواستم که خانم توبراک ببینم. این آقای یوسف برشان روان کرده. گفت توبراک خانم حالا دیگه از جمله خانواده ماست. وقتی که قوطی رو برشان دادین همین قسم بگوین. درست است میگم. درست است. پیش طفل باش. بسیار گوش نشدم. میرم که یک چیز بخورم. درست است. تو هم چیز میخوایی؟ نه خیر تو بخور. من سیر هستم. کی آمده بود؟ خاله این بود. چی گفت؟ چیزی نه. آمده بود ببینه که طفل خواب است یا نه. درست است خواهر. با خاطر که بچه کاکایم از چیز نمیگم اما یوسف هنوزم طفل است. در تجارت بسیار ماهر است اما در سیاست هیچ چیز نمیفهمه. در زمین به اندازه من معلوماتم نداره. نمیتونه. راستش ما فکر میکردیم که یا آقا یوسف نامزد شون یا که شما آقا محمد. اما تو نیست دوستا؟ بله همینطوره. چی تصمیم دارین آقا محمد؟ از طرف ما نامزد میشین؟ حمیدالله جان فکر میکنم تو هم بچه ننه هستی. مهمی است که اسم خانجی اوغلو نوشته شوه. بیا از کامیابی ما تضمین شده. اما تو نیست؟ چی دروغ بگوییم آقا محمد؟ همو قسم است به خدا. پس درست است. به خاطر شما دوستای عزیز ممده انتخابات خود کاندید میکنم. درست است؟ تبریک باشه. انسانهای بسیار خوبی هستن. اما تو نیست؟ رفتی و آمدی اما یوسف خان هیچ چیز نگفت. مقبول است اما تو نیست؟ هرچند برای من نمیخوانه اما تو به امام چی گفتم میرم؟ راستی توبراک تو تا حال متوجه شدی؟ نه خیر متوجه نشدیم اما راستش یوسف خان بسیار مقبول است. من میرم که هوای تازه بگیرم.
تشکر دختر. نوش جانتان. شام بخیر پدر جان. شام بخیر. همراه رئیس حزب افطاری را یک جایی بودیم. شما را سلام گفت. علیکم السلام. برام بسیار عذر زاری کردن که خود کاندید کنن. ما هم فکر کردم برشان گفتم درست از خود کاندید میکنم. کاکایتشان در باره چی خواد گفتن؟ هر چی میخواین بگوین. ضرور نیست از هر کار اونا رو با خبر بسازیم. ما این موضوعی ریاست بسیار خوب میبینم. پدر فکرش میکنی؟ شهردارتان محمد خانجی اوغلو چطور است؟ بسیار خوب است بچه. شام بخیر یوسف خان. شام بخیر. اگه مزاحم نمیشم میخواستم یک گپ براتان بگویم. توپراکی را قبول نکرد. غلط درک نکنین. او عروسی کرده. اگه شوهرش ببینه باز بد خواهد شد. اونا یک طفلم داشتن. شما خو میفهمین. یازدیمان بسیار اعصاب خراب است. به خاطری که جگر خونیش کم شوه او را اینجا روان کرد. اگه نه او را اجازه نمیداد. فهمیدم. اما منظورم این نبود که او را کم بزنم. من به خاطر این کار کردم که توپراک از توران خوب مواظبت میکنه. خواستم تشکر کنم. میفهمم. من میفهمم که شما کدام نیت بدی ندارین. خواستم من میره براتان بگویم و چوری را براتان بدم. تشکر. خواهر جنید بیادر زنگ زده. بچه کاکایم جنید میگی؟ درست است بیا ببینیم که چی میگه. رابطه پدر جنید با پدر یوسف خان خراب است. از او خاطری قسم گفتم که بد فکر نکنه. اینه ببین چی گفته زنگ میزنه. هیچ شرم نداره. 10 دفعه گفتیم زنگ نزن. کجا بودی؟ دختر جان تو میخوای مرا دیوانه کنی؟ چرا تلفن تا جواب نمیدی؟ جنید چند دفعه برات بگویم با من زنگ نزن. چطور برای زنگ نزنم؟ من همیشه در فکر تو هستم. دیگه در فکرم نباش. من دیگه نمیخوایم بس هست. گوش که هوا باید همیال ببینمت. میخوایم تو را متعجب بسازم. بازو وقت خواد دیدی که مرا میخوای یا نه؟ جنید نمیخوایم. گوش که هوا ضد میکنی. باز همیال امرای موتر پیش خانه اون آمده داخل خانهشان میشم. باز دیگه خودت میفهمی. لطفاً گپای ناک نزن. من خب برات گفتم یا که تا نیم ساعت دیگه پیش خانه ما میایی یا که من اونجا به گرفتن تو میایم. تو خو میفهمی که من این کارو میکنم. خب درست است. آفرین هوا. گوش که چی میگم نیم ساعت. اگر نه باز من خودم به بردنت میم. فهمیدی؟ جنید درست است فهمیدم. گپ ناک نزن. چی گفت؟ لوده گپ میزنه. من میرم بخوابم. امانوس بسیار وقت از خواهر. کمی سرم درد میکنه. میرم بخوابم. شب بخیر. شب بخیر. کجا میری دختر؟ هیچ جای. خوب دیگه حال بیکار است. بیا امرا کمک کن. حالا دیگه در چوکی بشی. خستگیت کم رفع شوه. خیرت باشه خاله جان. چی گپ هست؟ شب تمام کارهای خود خلاص میکنم که فردا کدام کار دیگه پیدا نشه. مجبور هستم که تمام کارهای خود از طرف شب خلاص کنم. جمیله دختر نوین خواهر همراه یک بچه در سرک پایین دیدن. تو از این گپ خبر داری؟ با تو چی غرض؟ با تو چی غرض؟ از دانت که دستای خودت در کار بنداز. خواهر جان من بیچاره این شک ندارم که یک دو کلمه گپ بزنم ها. نه خیر. همیشه بیبی از دختری او گپ بزن از بچه او گپ بزن دیگه هیچ کار نداری. من باید بر توپراک آب میبردم. فراموش کردم. وای خدای من. دی وقت شب کی باشه؟ من میبینم. امین؟ امین؟ کی آمده؟ امین. سلطان خواهر براتون یک مژده دارم. چی شده دختر؟ مژده چی؟ بچه امین ما. بچه تو آمدی؟ آمده مادر جان. بچه قنده.
کجا میری؟ دختر تو چی شدی؟ گفته بودم نیم ساعت، اما بیبی که 1 ساعت شد من اینجا هستم. تو نه گپ میفهمی و نه درکش میکنی. اوا ها جانم امرای معروسی کو. جونی چی هست؟ یعنی من لایق سیم دیدی؟ من از خاطر تو خود از بین میبرم. تمام دنیا را گپش قبول میکنم، باز توی انگشتر سیمی میگی. واقعا متاسف هستم. آفرین اوا. اوا بیا که بریم نکاح کنیم عزیزم. نه در قصه پدرم هستم نه در قصه دنیا. جونیت من دیگر نمیخوایم. پدرت مانده، اگه کل مردمان بیاری بازم قبول نمیکنم. ایره بیبی چرا تغییر کردی؟ تو خود گفتی انگشتر را گرفته بیا. منصرف شدم. تو خودت چی فکر کردی؟ این بار من از گپ خود تیر میشم. من دیگه دوست نداشته باش. گوش کو که برای چی میگم امرای من قسم گپ زدن نمیتونی. بس است دیگه. تو رو نمیخوایم جونیت. تو چرا نمیفهمی؟ گفتم تو رو نمیخوایم. نمیخوایم. قواره کاملا به دلتان آماده ساختیم. نوش جان کنین. اوه یه به خاطر تو است. شما چی میگین یوسف خان؟ قبلا به شما محمد آماده میکردم، کار شما رو دخترها میکنم، هم چیزی نمیگم. قرنشین سلطان خاله، همراهتان مذاق کردم. فعلا کسی آمده که همیشه مرا درک میکرد، مشکل ما میفهمید. اجازه بدین که کمی گپ بزنیم. زنده باشی بیادر. تا وقتی که قهوه‌تان خلاص میکنم من بهتون یک چیز دیگه میرم. خب بیادر، در سایت خلاص شد. فعلا چی تصمیم داری؟ با خدا بیادر، درباره بعضی کارا فکر کردیم، خداوند نصیب کنه. انشالله بیادر. امروزی را گرفتم فقط که از آمدنت خبر داشته باشم. زنده باشین مادر جان، زنده باشین. سلطان خاله، برای دخترها بگوین که از طرف شب بیرون نبراین، با خصوص وقتی که تنها باشن. اگه به چیز ضرورت داشتن به مراد بگوین. کی بیرون رفته؟ خواهرزاده‌تان، خواهر توبراک. های هوا را میگین بچیم، او را خانه همسایه روان کرده بودم. شما نوش جان کنین، من یک دفعه داخل ببینم. منور بیا جانا بیادر، یه ما آمده. بیادر ما یک دیگر دیدیم. خب بیا چند دقیقه همراه ما بشی. بیا. خب چی میکنی؟ هیچ، فعلا مصرفیت نداشتم. اگه ما منوره به استانبول روان میکردیم، باز حال وقت دانشکده ادبیات خود خلاص میکرد. قسمت نبود دیگه. دقیقش نباش. صحتمندی تو از همه چیز مهمتر است، حتی از درسایتام. چی گپ است خاله؟ چرا قسم داخل اتاق آمدین؟ چی شده؟ تو خود گفتی آب میبرم، همه تو که رفتی باز نامدی. من به تشویش شدم. خب خسته شدم، وقت خوابم گرفت آمدم که بخوابم. خب امینم آمده، کلگی به دیدنش آمدن. تو خبر نشدی؟ خبر شدم، چشمایتان روشن. ما هم دیدم اما درست گپ زدن نتونستیم. باز میرم همراهش چند دقیقه گپ میزنم. درست است؟ دختر جان خود سر ملت نکو. دای وقت شب کجا رفته بودی؟ یه جایی نرفته بودم. برام دروغ نگو. وقتی که داخل می آمدی یوسف تو رو دیده. چی میگین؟ ای به این معناست که مرا تعقیب میکنه. او هر کس که در خانه داخل بیرون میشه تعقیب میکنه، به خاطر که توجه او را جلب کنی. کوشش نگو ازت بگذری. حالا دیگه بگو در کدام جهنم بودی؟ جونیت گفت که باید دوره ببینم. من خب برات گفتم که دیگه اولاو داره دیده نمیتونی. چی میکردم خاله؟ و من گفت اگر نیایی باز خانه خانجی اغلو میایی. هوا ای کارا بهانه نمیشه. اگر کسی تو رو ببینه باید یوسف فراموش کنی. برش گفتم که دیگه خلاص شد، باز بسیار زود از پیشش آمدم. خرمایی را که در وقتش خورده بودی حالا باید هضمش کنی. متوجه حرکاتت باش. توبراک
توبراک کجاست؟ یوسف خان آمد، باز هر دوشان با هم رفتن. نفهمیدم چطور؟ کسی چیزی برم نگفت. یوسف خان گفت که متوجه توران باشم، اونا زود پس میه. نی به خانه میایه و نی به قبرستان. قبر طفلک شاید خشک شده باشه. هرچی نباشه ساتش در خانه اونا تیر است. چی کنه بچه وقت خود اونجا خوش تیر میکنه؟ مادر شما چی میگن؟ او سلطانه خاله توبراک با کار کردن اونجا بردم. از بچه یوسف خان مواظبت میکنم. تو راست میگی؟ ما هم دین روز فهمیدم. خب چرا تو سوال نمیکنه؟ نه که تو شوهرش نیستی. باندگه مادر، هر کاری که میکنه بکنه، فقط مرا آرام بانه بس. وقت آمدن سر قبر پدرتان میریم. مادر، بعد از اون نوبت مادر کلان ما سر قبر وام برو. شریفه با لیاز خدا یک دفعه تلفن جواب بده. بله بفرمایین. رمزی نه که خواب بودی؟ نه خیر خیاش نه. خوابه چی؟ من منتظر زنگ تلفنت بودم. زیاد وقت شد که همراه تو در تلفن هیچ گپ نزدیم. از خاطر هیجانی هستم. گپ ناق نزن، گوش که چی میگم. من فکر میکنم اون آنزات قبلی هوا بر ما درد سر خود ساخت. جانیده میگی؟ بله، همون لودرم میگم یاز نه. امکان نداره خیاش نه. او بچه بدون اجازه پدر خود حتی نان خوردن هم میتونه. او چطور برای ما مشکل خواهد ساخت؟ دیروز 20 دفعه زنگ زده بود. حتی تهدیدش کرد که به خانه خانجی میایم. ای به شرف بیبی. تو خب پدر دختر هستی. کتابچه او را بسته کن. اگر نه بازو کتابچه ما را بسته خواد کرد. تشویش نکن، من این مشکل حل میکنم. خاطر جمع باشه. از عهدهش برآمدن میتونی؟ خیاش نه. تو مرا چی فکر کردی؟ البته که از عهدهش برآمدن میتونم. تشویش نکن. باز خواه دیدیم. آخ لودا آخ. یک دفعه هوا صاحب خانه شوه، باز وقت من امرایت کار دارم. خیرت باشه. همراه کی گپ میزدی رمزی؟ همراه کسی نه. چطور شد که تو از جای خود خستی و تلفن جواب دادی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. تو خبر داری یوسف خان و توبراک کجا رفتن؟ نمیفهمم. یوسف خان برام چیز نگفت. فهمیدم. توبراک کجاستی خواهر جان؟ و تشویشت بودم. خواهر پیش نازلیم رفته بودم. کاش که خبر میدادی. یوسف خان تو را به قبرستان برد. امروی خود گلم گرفته بود. نمیفهم که چطور فهمید من گل میخوایم. اگه میدیدی قبر دخترم مثل باغچه گل شده بود. درست قسمت که خواب دیده بودم. جمیله، هر کاری که داری ده جاش بان. یک دفعه برو خانم هم میداره بیبی که بیدار شده یا نه. صبح خیر مادر جان، خسته نباشی. چرا قدر وقت بیدار شدی بچم؟ کم دگاه میخوابیدی؟ خستگی رفت میشه جان مادر. مادر من میخوایم بیرون برم. از وقتی که اومدی بر من یک دفعه قسم آماده نشدی. مادر جان بیاز بعد از همیشه اینجا میباشم. مادر گوش کنین چی میگم. شما متوجه ما بوده میتونی؟ نه که باز دارت از جای بری. چرا گپت واضح نمیگی؟ چی میگین مادر جان؟ بلیاز خدای قسم نگوین، بسیار دق شدیم. چطور هستی هوا؟ خوب هستم. چطور هستی دخترم؟ خاله شما خود گفتین تمام چیزایی که یوسف خان دوست داره را برات میگم. چی شده دختر جان؟ چرا میلرزی؟ یوسف خان امروز توبراک به قبرستان برده. وقت توبراک از این خانه رفته بود گفته بودم توبراک میخواد هر روز سر قبر دخترش بره. آفرینش، بسیار کار خوب کرده. دیگه چی پس؟ یک جای قبرستان رفته بودن، با خود گلام برده بودن. توبراک در زندگی خود قسم آدم ندیده، از این خاطر هیجانی شده. به خاطر بخیلی با خواهر میگه نمیگم.
یوسف خان از خاطر انسانیت خودی کارم میکنه. بیا از اون میفهمه که توپراک عروسی شده است. درست است که میفهمه. شما خود درباره ماجرای اون شب خوب میفهمین خاله جان. معلوم میشه که او چیزی در سر داره. بله، شاید. بالاخره او مرد از دخترم. من این گپاره نمیفهمم خاله. هر کاری که میکنین زودتر شروعش کنین. من دیگه صبر کردن نمیتونم. آه، تو چقدر انگشتای مقبول داری جانم. من نمیمونم که تو اذیت شوی. بیا در بغلم. بیا 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 بیا. آرام باش. میشه که چند دقیقه پیش توران باشی؟ تو کجا میری خواهر؟ پیش حمیده خانم میرم. اما او از اتاق خود نبر آمده. یوسف خان چطور؟ یوسف خان چی کار داری؟ درباره طفل برش چیزا میگفتم. درست است. یوسف خان در پایین است. تشکر. میگن که اگر ناف طفلت از زیر خاک دفن کنی بازو بچه خوشبخت میشه. راست میگی؟ من از ناستی خودم قسم کرده بودم در باغچه خود دفنش کرده بودم. تو خوب هستی؟ کم بودی طفل خدا به هیچ چیز دیگه تشبیه کرده نمیتونم. بفرمایید شما مرا خواسته بودین؟ بیا دخترم بیا. بیا ایره بگی. از خیر سرت ای گلا را آب بدی. ای توپراک هیچ نمیفهمه که در کجا گپ بزنه. حتما ناف توران افتاده. بدون ای که مرا خبر کنن نافش دفن میکنن. ای کارشان واقعا اشتباس. دخترم از دیروز تا حال ای دفعه دومش است. چقدر که یک مادر بازدست دادن طفل خود رنج میبینه، اما قدر یک طفل بازدست دادن مادر خود رنج میبینه. راست میگی. ما هم نمیخواستم که قسم شوم. همراه مادرش عروسی نکرده بودم. راستش از این طفلم بسیار دیر خبر شدم. ما بسیار خوشبخت هستیم که تو او را دوست داری. او هم بسیار زیاد. البته که دوستش دارم. او طفل بسیار شیرین و ناز است. من فکر میکردم که بعد از نازله دیگه طفل را در آغوشم نخواد گرفتم. اما توران نبیبی راستش رو شما بر من مانت ندادین. او را خداوند برم داده تا که هر دوی ما غمای خود فراموش کنیم. زنده باشی توپراک. از اینکه سرپرستی توران رد نکردی. شاید توران بیدار شده باشه. من میرم شما ای را دفن کنین. اگر تو دفنش کنی خوب میشه. اما شما پدرش هستین. مهم نیست. ما میخوایم تو دفنش کنی. تمام گلا را آب دادم حمیده خانم. صبر کو دخترم. هنوز بسیار کار مونده که باید انجام بدیم. این منورم گم شده نمیفهم کجا رفته. حالا دخترم بیا کمی امرم کمک کن. انشالله که توران خوشبخت خواهد شد. زنده باشی. شاید توران بیدار شده باشه. من دیگه میرم. توپراک، کار را که تو به خاطر توران میکنی نمیفهم چه قسم تشکر کنم. مادر دیگه خود اسپرین بردیم. هر باره که توران رو خوش میگیرم باز شکر میکنم.
از خاطر مام از شما تشکر میکنم. حالا دیگه دخترم اینجا را جمع کو، عجله کو، کوچارم درست کو. اینا را به سلطانه ببر که در کثافت دانی بندازه. اینا را ببر. راستی به افطاری چیز آماده میکرد. بپرس که چی آماده میکنه. درست است؟ دخترم تو شنیدی که من چی گفتم؟ شنیدم حمیده خانم. بسیار میبخشین، چشمم در خبر ترافیکی خورد. توپراک از دست جگرخونی نمیفهمه چی کنه. تو هم با خیالم از دست خوشی پرواز میکنی. تو نامزاد بودی اما تو نیست؟ نه خیر حمیده خانم، نامزاد چی؟ ما هیچ وقت نامزاد نبودیم. تو کدام گپ نیست خانم؟ توبه. اما من قسم چیز شنیده بودم. نمیفهمم وقت خواستگاری پشتت آمده بودن گشتران برت آورده بود یا نه؟ خیر باشه. بازم هرچی که ده خیرت باشه. بچه‌م امروز به کارت نمیری؟ میرم مادر، منتظر پدرم هستم. یوسف جان، از تو چیزی بپرسم؟ بفرمایید مادر. تو امروز صبح وقت امر توپراک کجا رفته بودی؟ او را سر قبر دخترش بردم. به خاطر او بسیار جگرخون هستم. دخترش از پیش چشمش دور نمیشه. دیروز خواهرش گفت که او میخواهد قبر دختر خود گل ببره. باز ما هم خواستم که در این ثواب خود شریک بسازم. خوب کردی. معلوم میشه که هیچ کس را نداره. شوهر داره اما تا هنوز او را ندیدیم. ما هم قسم شنیدیم بچیم. نه که به خاطر مرگ دخترش اینم قصر میدادن. نمیفهم. خیر باشه یک دانیم. تو بسیار کار خوبی کردی. این کار بسیار ثواب داره بچیم. تو شیر مستی. تو غرور مستی. مادر، هر چیزی که نیاز داره برش بتیم. هر چی نباشه او دختر به خاطر ما اینجاست. تشویش نکو بچیم. ما متوجهش می باشم. درست است مادر جان. بعد از اینکه مرا برسانی جای دیگه میری یا کمره ما به شرکت میری بچیم؟ نه خیر پدر جان، در شرکت کم کار دارم. بسیار خوب است، اما برای ما 1 ساعت وقت بگیر. درست است بچیم؟ خیرت باشه. چی شده؟ با خدا فکر میکنم کدام کار خیر است. قریادار صاحب خبر رسانده بود و امروز ما کار دارم، میخوام امروز گپ بزنه. نه که ما از کدام گپ خبر نیستم. نه خیر، هیچ تو کدام گپ نیست یوسف. اما وقتی که به سن ما برسی باز خود فهمیدی بعضی گپ هاست که نباید قسم واضی گفته شوه، باید درک شوه. زنده باشی شعر من. دوران خوب شده. معلوم میشه که شیرت برش فایده کرده. شاید فایده کرده باشه. خوش معلوم میشی خواهر. کدام گپی است که من خبر نباشم؟ ساعتی طفل خوب است. از او خاطر مام خوش هستم. بسیار خوب است. کم از کم یکی ما خوش هستیم. چی شده خواهر؟ چرا جگرخون معلوم میشی؟ کارای حمیده خانم است دیگه. خودش گفته که اینجا بیایه، اما حالا بر خالیم گفته که دسر را معلوم نشه. راستش اول رفتن به قبرستان، بعدش هم در باغچه همراه بچهش گپ زدی، باز توجه او را به طرف خودت جلب کردی. ناف طفل افتیده بود. من بردم برای پدرش دادم. گفتم که دفنش کو. دایی دیگه چی گپ است؟ کدام گپی نیست خواهر جان، کدام گپی نیست. اونا نمیفهمن که تو عروسی کردی و شوهر داری، فقط میخواین که در پشت هر کسی یک گپ بزنن. همین. اوف، بسیار شرمیدم. نکنه یوسف خانم قسم فکر کرده. انشالله که قسم فکر نکرده باشه. گوش کن، بعد از این تو متوجه کار باش. درست است؟ درباره طفل هر گپی که شد برای من بگو، برای خالیم بگو. ببین اگه زن بخواه یوسف خان ما را از دروازه بیرون خواد کرد. درست است خواهر، این کار دیگه تکرار نمیشه. خوب است. هوا اینجا بیا. خوب آرام خواست. بیا که بریم دیگه. کجا میریم؟ درباره چیزایی که یوسف خان خوش داره پرسیدی؟
من بهترینایش فکر کردم دختر.